السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، برنامه امروز را ابتدا به نام خداوند بخشاینده مهربان سر میکنیم و به دقت یکایک شما میرسونم که امروز ما در برنامه فردای تاجیکستان در پخش مستقیم قرار داریم و این برنامه ما در حال پخش مستقیم است. و امروز در برنامه تماشابینان عزیز ما درباره سیاست بازی ها از بالای مهاجران کاری تاجیک صحبت میکنیم. واقعا به نظر میرسد مهاجران کاری مثل یک توپ فوتبال هستند که از این سو به این سو میزنند، از این سو به این سو میزنند. طرف تاجیکستان توپ را به طرف روسیه میزند، طرف روسیه توپ را به طرف تاجیکستان میزند و در اصل در طرف روسیه توپ را که از طرف تاجیکستان زدن دروازه‌بان کی است معلوم نیست. وقتی که از طرف روسیه توپ به طرف تاجیکستان هوا داده می شود، در طرف تاجیکستان دروازه‌بان کی است معلوم نیست و خود مهاجر هم نمیدوند که این به کی ها توپ شده است. یعنی به بازی کی وارد شده است و در بازی کی مهاجر این یک چیزی که با او بازی میکنند است. تماشابینان عزیز، پریروز وقتی که من با یک فعالی جامعه شهروندی و هم مهاجر کاری در روسیه صحبت میکردم، از وضعیت نهایت نابسامان مهاجران گفت. همگی یک ماه دیگر مانده است که باید مهاجران بودی باشه خود را به قید گیرند، پتین کنند، حجت‌هایشان را درست کنند. اگر تا 15 سپتامبر وقت نیافتند، تا 15 سپتامبر امکان نیافتند که بودی باشه خود را به قید گیرند و بودی باششان را رسمی کنند، نهایت شرایطشان بی‌ضبط می شود. و امروزها آرام آرام بدون هیچ یک سر و صدای 10 15 20 50 100 مهاجر تاجیک به تاجیکستان دیپورت شده ایستاده است، به تاجیکستان استرداد شده ایستاده است و هیچ کس نمیپرسد که چرا چنین وضعیت به میان آمده است، چرا چنین حالت به میان آمده است. هیچ کس یگان دم نمیزند و مهاجری بیچاره امروز نمیداند که وضعیت خودش را خوب کند، وضعیت اهل عائله اش را خوب کند، حجتش را درست کند، پول کار کند، کار یابد، چیکار کند. در یک سری مهاجر بیچاره امروز صدها پرابلم، صدها مشکلات که اینش را حل کند، اینش ویش را حل کند، وی دیگرش را حل کند، یک چیز دیگر پیش روی مهاجر را مثل یک کوه کلان گرفتند. تماشابینان عزیز، تشکر به آنهایی که تا به حال حاضر به ما وارد شدند. از آنهایی که وارد شدند خواهش میکنم این برنامه ما را به دیگران فرستونید و از یکایک شما خواهش میکنم که کسانی که تگمه لایک را پخش نکردید خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید و کسانی که خواهید در این برنامه سخن کنید وابسته به این موضوع چیزی گفتنی دارید، سلکه وارد شدن یا اینکه لینک وارد شدن به استودیو در پایان نوار آورده شده است، گذاشته شده است. می توانید با انگشت زدن در تلفن همراهتان وارد برنامه ما شوید یا اینکه می توانید توسط رقم های واتساپ و ایما که در زیر نوار گذاشته می شوند در سطر روان رفته ایستاده است به ما زنگ زنید و در این باره گفتنی های دارید، معلومات دارید، می توانید به ما بپیوندید و حرف خود را بگویید. تماشابینان عزیز، واقعا امروزها شرایط مهاجر بی‌نهایت بد است، بی‌نهایت بد است. چون که گفتم مهاجر رو مثل توپ فوتبال از تاجیکستان میزنند به سوی روسیه، از روسیه میزنند به سوی تاجیکستان. حال حاضر مهاجر مثل یک توپ فوتبال شده است، مثل یک توپ فوتبال.
بازینگران کی هستند؟ بر ضمن این همه میخواهد دقت مهاجر را به سوی خودش جلب کند. میبخشید، همه میخواهد. حکومت تاجیکستان هم در همین کار هست، حکومت روسیه هم با بعضی از کارهای سیاست های خودش، مخالفین هم همین طور. همه میخواهد دقت مهاجرین را به سوی خودش جلب کند. اما دقت جلب کنی ها به کدام مقصد؟ دقت مهاجر را به خود جلب کردن به کدام مقصد؟ آیا نفرانی که از درباره مهاجر میگویند و گفته ایستاده ایم، آیا این گفتنها به منفعت مهاجر است؟ آیا از این گفتنها به مهاجر یگان منفعت هست؟ در این باره در همین برنامه همین روزه صحبت میکنیم. تماشابینان عزیز، هر که خواهشمندی وارد شدن به برنامه ما است، از حال حاضر میتوانید وارد شوید. حالا ببینید تماشابینان عزیز، چنانه که گفتم، در حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت مهنت، مهاجرت، شغل اهالی جمهوری تاجیکستان را ببینید هر روز خودش را رکلام میکند. به اینجا رفته است، فلان فرم با فلان شرکتی ساختمان شرطنامه بسته است، فلان هزار نفر را به کامچاتکا گسیل کرده است، فلان هزار نفر را به سیبیر گسیل کرده است، فلان هزار نفر را به دلنی وستاک گسیل کرده است، به شرق دور، به خبروسک و ولادیواستوک و هوکزاها. همین خیلی خبرها. این خبرها نشانگری چی است؟ در سیبیر بیچاره مهاجر زمستان آماده ایستاده است، چیکار میکند؟ در کامچاتکا چیکار میکند؟ در شرق دور دلنی وستاک چیکار میکند؟ این یک رکلام است به ایرکوتسک گسیل کردند و جاهای دیگر. و در نوبت خود روسیه هم هر روز خبرهای سپوتنیک رو خوانده ایستادید، ازپیلوس رو خوانده ایستادید، آزادی رو خوانده ایستادید. هر روز خبر همین خیل. با مهاجران کاری یک آسانی پرزیدنت ولادیمیر پوتین امضا کرد، فلانی دومه دولتی این قرار رو به امضا رساند و به پرزیدنت جمهوری، پرزیدنت فدراسیون روسیه پیشنهاد کرد و هوکزاهای دیگر. همین خیلی واهمه ها در رسانه ها نشر شده ایستاده است. هر روز میخونیم که این سبکی پیش آمده است برای مهاجر، آن سبکی پیش آمده است برای مهاجر و پوتین یک بار مهربان شده رفته است و هوکزاهای دیگر. لیکن در اصل از زبان خود مهاجر چی میشنویم؟ از زبان خود مهاجر فقط نالش میشنویم. فقط نالش میشنویم. از زبان مهاجر چی شنیده میشود؟ شنیده میشود که نمیداند که پولی کوارت پلات را بدهد، اجاره پولی را، نمیداند که به اشکمش خوراک بخرد، نمیداند که از تاجیکستان به مکتب پولته، مکتب سرشدگی، دادر و خواهرت به سر لباس گرفتن در کار، کتاب دفتر گرفتن در کار، فرزندات با همین خیل اگر پدرها باشند. برزم این جای پتنت پولی وقتی پول دادنش آمادگی ایستاده است، این ماه هم کار کرد یا نکرد، این ماه هم تمام شد، با کار کرد یا نکرد، و ماهی دیگر با 5000 روبل دیگر پول دادنش در کار. همین خیل است. پولتیت بچی با کدام پول راه کرده میرود به جای کار چخیل کرده مییابد. همین خیلی پرابلم ها پر در مهاجر. و اکثریت وقتی که زنگ میزنن میپرسی که پتنت داری؟ میگوید نه که پول نداشتم، یک ماه دو ماه پرگول کردم، با همین میدونستم که پرگول کنم دیگه اشتراف میشود و با اشتراف سپردن نکر بو برزم مثلا گریم حقوق ویران کنی شاید سبب دیپورت شود، با همین پنهانی کار کرده گشتم. اینش رو میپرسی همین خیل. و اش رو میپرسی میگوید که ورپلات دادن دکار بود. وقتی کوارت دادن اومد حیران شدم که پتنت پولی رو تیام یا کوارت رو تیام. کوارت رو نتیام با فرزندم در کوچه میمونم، پتنت پولی رو تیام بیکار میمونم. حیران زار ماندم که کدام از اینها رو بکنم. واقعا وقتی که خود مهاجر رو پرسیده میشود، شرایط مهاجر، زندگی مهاجر انا همین طور است، همین خیلی است. اما دیگران چی؟
اونهایی که میخواهند از مهاجر خال سیاسی کار کنند، از مهاجران خال سیاسی کار کنند، فقط در رکلام خود هستند، نه پروای مهاجر را دارند، نه پروای فرزندانش را دارند، نه پروای پرابلم هایش را. فقط هوش یادشان دقت مهاجر را به سوی خود جلب کردن، هم حکومت جمهوری تاجیکستان و هم حکومت روسیه. حالا یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم، شاید خیلی انتظار شدن، باز برنامه رو دوام میدیم انشالله. الو، گوش میکنم شما را. الو، السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. منو میشنوی؟ من شما رو میشنوم برادر. انا مسئله مهاجر رو یک چی گفتنی هستم برادر عزیز. بفرمایید. همین کدام همین حکومتی از طرف حکومت طرفدار باشد میگه همه جا مهاجر است، لیکن آنقدر مهاجر تاجیک که حق حقوق ندارد در همین مهاجرت، یگان فرهنگ دیگه دنیا ندارد. باور کنید، نه از طرف حکومت، نه از طرف پارلمان، نه از طرف سفارت، طرف مهاجر، حق و حقوق مهاجر در نه روسیه، نه قزاقستان، نه دیگر کشورها دولت ها گرفته نمی شود و نظر گرفته نمی شود. از خود همین رحمانوف یگان بار حال نسبت مهاجر نه رحمت شنیده شده است، نه تحصیلات چه که میگن همدردی وقتی که مهاجر میبینن از دنیا میگذرن، نه همدردی بیان کرده شده است، نه انام حکومت، نه انام پارلمان. یک کشور بیگانه در یگان رئیس همون دولت سگش مراد همین تاجیکستان در یک مکتوب میکنن که همدردی رو قبول کنه. حالا من از من همین اگر سوی مهاجرت اگران همین به خاطر چی امام علی رحمان به خودش روا نمیبیند که به مهاجران که اساساً بودجه تاجیکستان رو همین مهاجران پر میکنند، با پول همین مهاجران اندازها سپاریده میشود، با پول همین مهاجران شکم مردم سیر است. به خاطر چی امام علی رحمان به فکر شما امروز به مردم و خصوصا به مهاجران تشکر نمیکند؟ این اولش اون که نمیخواد زبان کوتاه باشد. از مهاجر زبان کوتاه که هست، تحصیلات یک بار رحمت گفت این به همین زبان کوتاه میشه. این به فکر من ده. از دیگر طرف یک عقل سالم نداره، او تماما خودشون در تمام دیگر فضای زندگی دارند، در دیگر انا میگه فلسفه درگم میره نیستو. خود همه مهاجر مردمی کم بیزایت انسان حساب نمیکنن. وقتی که خودتون میدونید که نفقه پولی چند سوم میستد، آن شخصانی که تا همین حال مهنت کردن برای دولت، همه خیلی مهنت کردن که همه ها به وایه رسیدن، کلان شدن، من صاحب منصب شدن، برای همه ها اقل نفق خوری ارزنده نمیتیم. اینها من که تفسیدم که اینها یک توده اوباش های حکومتی برای خودشان فضای زندگی آرام تشکیل کردن. برای هم خودم میگم که ما در امنیت هست و ما زندگانی ما خوب است و میخوان که دیگر رو خلالدار نشون. دیگه افسوس که دیر کردن. مردم الکی فهمید که شیر سفید هست، نه برنگ به فکر آنها. شیر سفید است، شب تاریک است، خنک است، گرم است. برای همقدر من باوری دارم که این اساسا به پسند ندیدن مردم عادی. بله، از اگر مثلا اگر فرض کردیم امام علی رحمان به همین مهاجرات تشکر کرد و گفت که همین شما هستید که امروز حکومت تاجیکستان و پای خود راست ایستاده است و همین دستگیری شما هستید که امروز ملت یک کمی هم باشد حالش بد نیست، حالش بد نمی شود.
و گویش کم می شود. مثلا برعکس دل مهاجران رو برعکس در این حالت به دست نمی بیارد. این ضدیت ها برعکس البته دل مهاجر با قوت پرقوت میشد. میدوند که یک رئیس جمهوری انا فکر هواهای میکنه، از سببی که این نه پروا دارد. این به فکر من تماما این فکر نمیکنه، زبانش نمیگیره. خداوند همه قدر زبان و عقلش کند کردیگه که تو بس گفتنه باور کنه. بله. حالا ببینید برای چی در تاجیکستان اینقدر واهمه دارن که اینقدر شرایط به وجود آوردگی هستند که مردم مجبور هستند دور مدار خود را بفروشند به روسیه بیاین، حالا که در این روسیه پول بسته موندگی نیست یا که از درخت مثل خزان پول نمی افشونی. همه میدونند پولیابی هم مشکل است، شهر بیگانه است، چقدر مشکل خود دارد، لیکن مردم چه شرایطی به وجود آمده است که مثل اینکه همین یک شب میزن در شب میگن، مثل همین مردم برآمده رفته ایستاده است. و شوکت جان یک دقیقه گوش کنید. همین حکومت خلق خورانده پوشانده نمیتونه و این قائل شدگی هستن خودشون. برای مقدم میخواد که همین چند قدری که خلق به مهاجرت رود اقلا عائله خودشون خوراند پوشاند با بغیر از باید بودجه ها به نلاک سپارند و محصولات همه از تجارت های عائله‌شون خرند فایده حساب مهاجرت شوند. خیلی من همین تاجیکستان چی که همین بگوید ما من پیش رفته ایستادیم همش به قرض قواله است که قرض با گشت سپاریدن دکو. بله. لیکن مهاجری که همینجا مهنت میکند پول میفرستند او پول بی بازگشت هست. میفهمی؟ برای پول نفرستن میسپرن او نه قرض حساب میشه. همین بیچاره میفرستند عائله‌اش میخورند میپوشند. با گفته‌های همین اگه خیلی گویند که حاضر من از یکم سپتامبر نزدیک آمده ایستاده است، در همه رسانه‌ها گفته ایستادن که مجبور کرده ایستادن که پدر و مادر برای خرج فرزندشان برای مکتب تیار کردن عموما رفته ای فلان مغازه مغازه فلان انجام لباس مکتبی خرن، حالی که صفتش خانه میگردوند خانه نمیگردوند. من میفهمم برای تجارتی حساب تجارتی بین دولت خود دولت همون محصولات برآورده است باید خرید، لیکن او محصولات همون تاجیکستان نبرآورده است. اگر نظر کنیم همون هم اخطای میبرن بالاش 5-6 برابر پول میمونه با بیچاره خلق نمیمونن که میفروشن. بله. من حاضر هم تمام مهاجرا سمرای میکنن برای خواندن، برای پول خواندن دگبو، برای سر لباس استودنت و طلبه ها. این همش خرج همین مهاجر است. برادر عزیز از واتساپ زنگ زده ایستادید، بسیار مسئله های داغ را شما نامبر کردید. حالا همینجا بی استید انشالله باز صحبت میکنیم. حالا یک نفر با نام دلیر وارد شدند به استودیو، انشالله با این گفته‌های شما چه گفتنی هستند؟ خب یا خود یگان نظری دیگر دارند؟ مایل. الو دلیر، سلام علیکم شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر بفرمایید. شما چطور سوزاک جان؟ شکر، تشکر زیاد برادر. مونده نباشی از رات صبح خسته نباشی. چی بگم چی سر کنیم آقا؟ برادر عزیز، ما درباره اینکه همه خیلی سوال‌ها بسیار شده‌اند. همین میگن که مهاجران توبی بازی سیاست‌بازان شده‌اند. به همین مسئله شما چی گفتنی هستید؟ شما اگر مهاجر باشید یعنی توبی بازی سیاست‌بازان هستید؟ افسوس که شوکت کو حقیقت بگیم افسوس که بله خیلی اشیاء که ایار امکان گذاشته مقصد که چطور کنیم مردم ما باید کاری کنیم یعنی سر مقصد به موقع شما باید بفهمید این مردم ما دیگه سر شد کار میکنه دیگه گفتنی ندارید برادر؟ نه اکثر سلام گفتم ما در زنده و سلامت باشید. تشکر به شما برادر عزیز. ببینید تماشاگران عزیز تقریبا نزدیک به 700 نفر ما را تماشا میکنند و اما نزدیک به 500 نفر همگی تگمه لایک را پخش کردید. خواهش میکنم تگمه لایک را کسانی که ما را تماشا کرده ایستادید پخش کنید. اگر برنامه ما معقول نشده است دیسلایک را پخش کنید.
مهم همون نشان دادن آن است که شما فعال هستید و طرفدار هستید یا اینکه ضد هستید. بی‌طرفی را بس کنیم. بی‌طرفی میگویند بی‌شرفی است. بیاید شرفمند باشید. تگمه لایک رو پخش کنید که ما انشاءالله که از شما خرسند میشویم و برنامه رو بهتر خوبتر برایتان پیشکش خواهیم کرد. و نفری که از واتساپ زنگ زده شدید میتونید صحبتتون را ادامه دهید. انا شوکت جان گوش کنید. مسئله مهاجرت، انا همین معلمه هایی که از روسیه به تاجیکستان آمدن برای فعالیت و هم مهاجرت کاری حساب میشن. البته نه؟ بله. بله. انا ها با حساب مبلغ خوب میگیرن، با جای خوب تامینن، حق حقوق انا زندگانشان نه اون کم از دولتی که زندگانی میکنن برابر. بله. همین خلاص؟ بله. انا برای چی او مهاجرا در حدود تاجیکستان اینقدر انا بهبودی دارن و برای چی مهاجرای ما رنگ به حساب همونجا میخیزن میبینن. بله. من مقایسه یک دیگه مقایسه دیگه، مهاجران خیتای وقتی که خیتای برای تاجیکستان مبلغ قرض میتید برای ساختن یگان انشاءات یا یگان کارخانه، البته قطعی خودش مهاجری کاری میبره. بله. مهاجری کاری و ها با خوراک تامین، با جای خواب تامین، حق حقوق باش با زندگانیشان همیشه تامین میشود. لیکن بیچاره تاجیکی که از تاجیکستان مهاجرت میبراید یگان کس حساب وای فکری هوای نمیکنه. نه که میگن که انا موقتی دولتی استراتژی شرطنامه بستیم، انا برای ما اینقدر بهبودی میکنند او قدر بهبودی میکنند. من حالا دریا دارم که وقتی همون دیویزی 201 به دست رفتن بعد بریگاد آوردن تاجیکستان پیش از ماندنشان، انا ایها گفتن که اول دگوار میکنیم. 49 سال بود خیلی گفتن که 3 سال اجازت کاری میتین، لیکن فریب دادن. یگان نفر مهاجر تاجیک همیشه در 3 ساله اجازه جای کاری نگرفت. با کار تامین نشد. او مبلغایی که همون برای این حساب جدا میشد اینا گرفتن چیکار کردن؟ برای قرض خودشان محکم کردن. او قرضایی که عروسی گرفته بودن برای او قرضا گرفتن محکم کردن که همه خواب خیلی هم از سیری دولتی برای این حساب میشد. برای همین حالا باز یک بار دیگر خواهش میکنم، 2 نفر دیگر میخوان در استودیو حرف زنن. مرحمت برادر، من در تماسم. بله، همین خیلی صحبت کرده رفتم میگیریم. فدیه بفرمایید. فدیه. سلام علیکم برادران. علیکم السلام و رحمت الله. بوی شوقت ای هموطنای عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. شما برادر گفتید که مهاجرا رو برای چی انا توپ میاچیک باری شتکش کده ایسو توسو میسرونن. ای دوشنبه ایسو ای روسیه اوسو. بله. اکو برادر ای ویگد نای. روسیه دمو تاجیکستان دم برای چی؟ برای که همه بچهای یوش، همه بچهایی که همه قوای کاری دارن ای وطن بروین برای ولست خدمون ای فایده. برای چی؟ برای اون که پول روی میکنن، گفی زیاد گپ نمیزنن. انا в общем, короче, выгодно это. Поэтому шатакаши мекнан ису. А Россия, барой, че усурой мекнан, барой, ки тоже так же деньги нужны им. И нами, я каздыкаса мекапан, пыл метян, ну, чанкасы ки бу айсу усурой мекнан, все равно пыл кор мекнан, да. بله. برایشون فایده است هم بودن مهاجر برایشون داشته است. چرا در غم مهاجر نیستن؟ مهاجر را اینقدر عذاب میتین؟ انا گپی خوبه گفتی. در غم مهاجر برادر شفقت جان، در غم مهاجر شدن پس اول دل داشتن در کار، گرده داشتن در کار، دوست داشتن ملت شدن در کار.
баъде ки диктатор шудӣ бародар, ин як равиш дорад. барое ки ту ҳамон қоидаи ки хита биқапӣ, ту бояд маҷбур шавӣ ки мисол ҳамин рафта бигирӣ, например, да, барои чӣ мисол ҳама тоҷикон инами бисёр ай ватан беватан, инами ғаму дард, карочи ҳама бачаҳои ёш биромадаги, ҳама бачаҳое ки сила доранд биромадагианд, барое ки кор мекунанд, сурӯ мекунанд барои падару модар. аммо касе ки дар ватан мондагианд, пиру кампиру бачаву фарзанду качу пач, ва контролш осонтар бародар. бале, осебпазир ҳастанд, дилхоҳ ба дил мегиранд. манзарат мехоҳам, адабӣ гап зада наметонам. ака ҳамин гапа конкретиш ҳамин айда бародар, ҳамин лучи буброрем ҳамин бачаҳое ки камтар баланд гап мезананд, дар ватан набошанд. аусуш кайфият хитон дидеси чӣ хел рафтестай данг дунг. бале. ҳамҷо бимонед бародари азиз, як нафари дигар Эмомалиро гӯш кунем, бибинем чӣ мегӯянд. бародар Феди, аввало ин касро гӯш кунем. салому алайкум. алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. хуб, дар бораи моҷиро агар бигем, охи ака Шавқат, ҳам мавзӯътон ҳамаи даъвои ҳамин мавзӯъ моро ба як нуқта мебарад. сабабиш як нуқтаи вам Эмомалӣ Раҳмон аст. дига ҳеҷ ка нестай. ма медонен чӣ, намегум ига ин чизо беҳудаанд, барои ки ин чизо беҳуда нестанд. мардуми моро ин барнома бедор мекунанд, ҳушманд мекунанд, не ки ҳамаи нами сабаби ки мисол муҳоҷиран мардум ё ки дар Россия ғамшон метан, наврӯз чечено заданашон, чукур ҷумкан хабарора хондам. хоб ё ки уна дар последни 7 моҳда зиёда аз 150 кӯдак гум шида. ҳамаи сабаби ҳамиё ҳукумати Раҳмонов аст, барое ки Раҳмонов як одами беномусу беор аст. ҳамун сумаш бити ӯ ҳеҷ вақт фикр намекунад ки мисол муҳоҷир дар чӣ вазъият аст ё ки иш дар чӣ вазъият, ҳам долияша мегирад, намҷа май зада мегардад. шумо ӯ ягон профессор неста, ягон олим неста ки мисол майнаи сарша кор фармона фикр кунад. ӯ бо вуҷуди подавом буданаш бо арақ парақ ҳам мезана. хоб ӯ дига ӯ нами автопилот намондаги ҳамин чиз. ҳар кас ҳар кор мекунад дар ҳамин Тоҷикистон, ҳар кас ай манфиат худшон. ина ҳамсоямон Афғонистон дидем ки чӣ хеле аст. инами як рӯз ягон кор мешавад, мегрезанд мераванд ҳамаш. инами ҳамаи наму ранги Эмомалӣ буданд. Эмомалӣ нафаре ки аз WhatsApp гап зада истоданд, бо он касро бояд охирин суханашонро гӯш кунем ва WhatsApp-ро ба ма гап зана, ма Рамони май қария гап зана мешавад. шумо биистед, ман иншоалло шуморо боз гӯш мекунем. бародари азиз, дур наравед, ҳамин ҷо биистед. нафаре ки аз WhatsApp занг зада истодед, мехоҳам шумо хулосаи худро бигӯед, чунки мо бояд WhatsApp-ро холӣ кунем, дигарон занг зада истоданд. алло, WhatsApp ҳастед? WhatsApp бародаре ки аз WhatsApp занг зада истода будед, хоҳиш мекунам. ҳастед, гап мезанед? охирин сухан бародар Шавкат, охирин сухани ман ҳамин аст ки ана гӯш кунеда, анавин бедодгариҳое ки байни қирғизу тоҷик шудан, баъд чечену дига ин боз давом мекунад. барои ки дар худи ҳамин Россия агар ҳудуди Москвае гирем, иззат амон дигар нест ки миллата як сар ҷамъ кунад, аз ҳисоби миллат, аз ҳисоби ҳам муҳоҷирон як кас барояд гап занад. ин ҳозир ягон кас гурда намекунад, як дига миллат хезад якҷоя шояд гап занад. ана қирғизо ку тамоман соҳибу саг надоранд, ё ҳамин гурӯҳ гаштанд. не ки тоҷикҳо доштанд, иззат амон доштанд. як масъале ки байни ду миллат мешуд, мерафт ҳал мекард, мешиш. худа мо дидем ҳамин чиза, ҳамин телевизор баям, ҳамун шабакаҳои YouTube даям дидем ки ҳамин мардак рафт ҳамин корҳои ҳал кард. якдигара шояд иззату ҳурмат бо иззату ҳурмат хестан, даст додан хестан. ана ин чиз нест. аз ин чиз ҳисоб ку давлатҳои Русия тамоман истифода мебарад. бале, бо забони бечора муҳоҷира кӯта мекунад, бо тарсу мекунад, бо азоб метиҳад. охирон сухан ҳамин.
تشکر به شما برادر عزیز. امام خیلی علی خوب سخن رحمان میکنید و استعفا بسیار خیز رفت استعفا مسئله تمام های دیگه داغ را خوب دست تو بررسی نه میکنید وطن برادر دوری عزیز. هست و نه ملت دوستی هست. بله برادر عزیز، میگم شما بسیار مسئله های داغ را، موضوع های داغ را خوب بررسی میکنید. از شما خواهش میکنم همین توسط لینک به استودیو وارد شدن را آموزید و توسط لینک به استودیو وارد شوید، همراه بحث میکنیم، صحبت میکنیم ان شاء الله. واتساپ یک کمبودی دارد که نفران دیگر بسیار انتظار میشن تا شما ما خارج نکنیم دیگران. فهمیدم حرکت ان شاء الله حرکت میکنم برادر. تشکر به شما برای برادر مخالفین به پیش رحمت برای همتون، برای سخنهای نیک رحمت. سلامت باشید. باشید. باید گفت بفرمایید، بعد از اون باز همین خیلی بحث کرده میریم. باید گفت. حالا امام علی سخنشون رو باید دوام تیان، باید گفت گپ میزنید یا نه؟ تا اینکه باید گفت آماده شوند امام علی سخنتون رو دوام دید برادر عزیز. ما گفتانیم که همجا برادر رو هم نمی شما رو هم گفتانیم که همی آدمایی که ما را شنویدسم نگاه کنین. ما باید همی حکومت افغانستان عبرت بگیریم. نگاه کنین 20 سال بود در امریکا در افغانستان بود، با قول او را مثال چیز میکرد، یاردم میکرد، چیز میکرد، مثال حکومت افغانستان در جنگ نبودن و تشباس بود. همین فرصت بود که افغانستان چی خچت تیار کنه، آرمی خچه با قوت کنه، آدمو خچه یاد بتاد، با سلاح تامین کنه. اون من که با همین سویه را برسونه که امروز چی نکنن، حکومت ها نگیرن ایدشون. نه که یو چی کردن، این همی رنگ، این همی ممالی، این همی بخچون بیزنس کردن، خوردن، چاریدن. همه همون مغازین داشت، این همی عبدالله و این همی امید کارزایش پریزیدنت، همه این همی بیزنس های خچون داشتن. خوردن 20 سال مردم ده هیچی نکردن، آرمیا ده هیچی نکردن. چه خیلی که اومالی کردسته این همی یا دولتی بجون دولان که در 20 سال میتونستن که یا همی سویه را بیان که خم یک پروستن همی یک گروه تروریستی یا یک گروه خورد که یک اون چیزی کلان نیست ای طالبو همی را نست کنن. در 20 سال میشید که همی را نست کرده، هم بمب بارونش میکنی نست میشه و امریکا سلاحات میتا و چیز میتا. اگر آدمی با عقل میشه حالا اشرف غنی در افغانستان است، قاعده های گرفتن را به امام علی رحمان آموزانیده شده است. بله اوزی در چیه در تاجیکستان مگه اشرف غنی برادر امام علی باید گفت آماده شدید؟ باز شما را گوش میکنیم حتما. باید گفت آماده هستید شما؟ بله سلام علیکم. بعد از باید گفت واتساپ آماده شوند. باید گفت بفرمایید. سلام و درود به کل مردم تاجیک. در باره اینکه عینی حال مهاجران مهنتی در بازی سیاسی هم مخالفین هم حکومت تاجیکستان گرفتار است، تا یک درجه حقیقت دارد. از جهت مخالفین هم زیر بازی قرار دارد. چرا؟ چون نه همه شهروندان جمهوری تاجیکستان از سیاست آگاهند. نه همه مهاجرانی که در روسیه عینی حال قرار دارند یا در دیگر دولت ها از سیاست آگاهند و چی طور روش ظلم و ظالمی حکومت تاجیکستان را چگونه که مخالفین بیان میکنند، یعنی آنها درک نمیتوانند کرده. پس در این جهت بعضی موردهایی هست که باید که بحث کرده شود. اما از جهت حکومت جمهوری تاجیکستان این عیان است و همه میداند، حتی یک بیسواد هم میداند که زیر ظلم قرار دارد. بله. پس یک چیز را ما باید که خوب درک کنیم که حکومت تاجیکستان از جمله امام علی رحمان آنگونه ای که شهروندان میبرند میگویند بی سواد است، کم سواد است، بی عقل است، این اشتباه است. چرا؟ امام علی رحمان بی سواد نیست. امام علی رحمان تا درجه درکش خیلی سوادی خوب دارد. همانگونه ای که شما اگر دیده باشید نواری هست که وقتی که با پریزیدنت افغانستان ربانی صحبت میکرد در یک مشورت سال 1995،
ҳамон лаҳҷаи афғониро истифода мебурд. яъне то дараҷае ки бо ҳар ниши бо ҳар дар ҳар ҷо мавқеи худашро меёфт. пас ин бесавод нест. вай медонад ки бо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна муомила кунад, чӣ гуна рафтор кунад. бале, ҳоло ҳаминҷо бимонед бародар, бояд гуфт мо ватсапро пайвандем. ватсап ба фикрам аз Тоҷикистон занг зада истоданд, ко бибинем чӣ мегӯянд. бале. алло, салом алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. саломат бошед. ман аз Тоҷикистон, аз ноҳияи Спитамен занг зада истам. аз куҷо? аз ноҳияи Спитамен. бифармоед бародар азиз. бародари гиромӣ, ҳамин барномаи шуморо мо таи чандин моҳ пайгирӣ мекунем. ташаккур мо ба шумо. огоҳ ҳастем аз ниятҳо ва аз мақсадҳои шумо. ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин мардуми тоҷикро дар давраҳои пеш якчанд гурӯҳҳои нохалат, якчанд гурӯҳҳои буданд ки тоҷиконро дар таърих парокандаву парешон сохтанд ва имрӯз онҳо бегонагон буданд. ва имрӯз ман гуфтанӣ ҳастам ки аз даруни худи мо, аз даруни мардуми тоҷики хуни тоҷикӣ дорад ва хориҷа сафар карда имрӯз тоҷиконро ба зидди ҳам меситезонад. ин дар орияти тоҷикии мо дуруст намеояд бародар. мо бояд имрӯз муҳоҷиринро аслиҳа барои истифода қарор надиҳем. мо бояд муҳоҷиринро барои рост ҳидоят карда тавонем. мо муҳоҷиринро бар зидди давлат, бар зидди ҳукумат, бар зидди сиёсат бояд истифодем. чун онҳо инсонҳои миёнаҳол ҳастанд. онҳо инсонҳое ҳастанд ки онҷо барои фаъолият кардан рафтанд. мо набояд онҳоро мавриди истифода, мавриди як чизе қарор диҳем ки зиндагии аз ин ҳам бадтар шавад. ман худ якчанд маротиба муҳоҷир шудагӣ ҳастам. ман аҳволи бародарони муҳоҷир хело хабар дорам. дар ҳамон ҷо шахсиятҳое ҳастанд ки фарзандҳои тоҷик, мардуми тоҷикро аз роҳ мезананд. дар ҳамон ҷо низ фарзандоне ҳастанд ки оҳиста фикру тафаккуру андешаи муҳоҷиринро вайрон мекунанд ва мебароранд ба ҳамин саҳнаи. خب برادر عزیز صدایتان کنده کنده میبوید. باوری حاصل کردم که واقعا از تاجیکستان زنگ بزنید، چون تاجیکستان اینترنت صفتش پست است، سرعتش نهایت پست است. آوازتان کنده کنده میبوید. در اول خوب بود و رفته رفته بد شد. برادر عزیز، اینجا ما مقصد گپ شما را درک کردیم، فهمیدیم. همینجا برابر صحبت شما به من چند سوال پیدا شد. درباره پراکندگی صحبت کردید. درست است که ما حاضر پراکنده ایم، لیکن سببگار پراکندگی مردم کی است؟ حکومت است. کورنوشویمی حکومت است، نوبرایی حکومت است. این یک. دویم مسئله که شما اینجا گفتید که مهاجران کاری گفتید شخصان میانه حال هستند. شما خودتان را در کدام حال میبینید؟ بلند حال مهاجران که شخصان میانه حال بودند، شما در خودتان را به کاتگوری بلند حالان میدارید یا پست حالان؟ برادر عزیز، من هم چون همین برادران مهاجر یک وقتا مهاجر بودم. حاضر بلند حال شدید؟ بله برادر، ما مقصد ما مرام ما آن است که ما باید مردم تاجیک را در هر کجای نباشد چون تاجیک شناسیم و بین آنها اختلاف انگیزی نکنیم و بین آنها سیته کار نکنیم که آنها نسبت همدیگر در سیته زایند. من این برنامه ها را چقدر پیگیری میکنم برادر عزیز. امروز برنامه های شما، برنامه هایی که شما در خارج استاده و تهیه میکنه طریق اینترنت، امروز نیمی مردم مهاجر را با همدیگرش، یعنی که یکدیگر فهمی را ویران کرده است، با همدیگرش میستیزاند و به همدیگر دشمن میگرداند. ما تاجیکا مردم خود را، ملت خود را با همدیگر ستیزانیده ایستادیم.
و این است مقصد شما. این است بار دیگر خب برادر، دولت من ما همینجا شما رو ملت ما میدارم از برادر تاریخ عزیز، من شما رو همینجا میدارم. الکای کرمان تکنیکی صدای شما رو پس کرد که دیگه صدایتون در استودیو شنیده نمیشود. برادر صدایشون رو بلند کرده مونید، مبادا یگان چیز گفتنی شوند بگویند. برادر عزیز حالا بیایید نوبت رو به دیگران بدهیم، شما همینجا باقی بمانید و کو بشنویم خود مهاجران به این گفته های شما چی نظر دارند. که محمد هستید؟ ما یا سوال بودم برادر، کیم؟ امی برادر گفت که شما گروه ها را ایشا بایش میستوزنید، مثلا به گروه بایش ایشا جنگ میدوزین، کدام گروه را با کدام گروه شما جنگ دوزین؟ همین را سوال شدین. همینجا شنیده کی را با شدم. کی جنگ میدوزین؟ همون توجیکی که یا توجیکستان زنگ زسته کنم برادر. برادر که مرا از شنویده واسط سای؟ دادم. هستید برادر که از مرا واسط میشنوی؟ گپ زنید رو گپ زنید. با فکرم که شما رو شنیده شدم. برادر مرا شنویده سای؟ میکروفونتون رو گرم کنید. نفری که از واتساپ گپ زده شده بودید میکروفونتون کشتگی است. و شما سوال داده شدم مهاجران. من سوال را بار دیگر من گوش کرده شدم. بفرمایید. امام علی بفرمایید. گفتی که همین مخالفین ایشا بای مثال توجیکو را ایشا بایش میستزونن، کدام گروه ها با کدام گروه، کدام توجیکا با کدام توجیک میستزونن؟ ولی من سوال شما رو فهمیدم. گوش کنید برادر، وقتی که در برنامه اینها شما برآمده جانبداری از اینها میکنید، من جانبداری از ملت تاجیک، از فرهنگ تاجیک، از تاریخ تاجیک میکنم، شما با من ستیزه میکنید، من با شما ستیزه میکنم و در نتیجه ما با همدیگر دشمن شده میمونه. یا توجیک نیستن؟ ما اینو درک میکنید. این برنامه ها اصلا یک برنامه های پوچ هستند، یک برنامه های هستند که هیچ یک موقع در جامعه ندارند. یک برنامه و ما هم اجازت دید سخن کنیم و این برادر جوابیه دارم. نوبتی من بود. کم اجازت تست کم مودم اجازت تیه امی ما برادر اینا حساب نمیکنیم، ما هم گپ زنیم. التماس محمد گپ زنید. محمد گپ میزنید؟ ممکن است من اجازت دوام دهم. مهاجر صبر کنید. امام علی شما صبر کنید. نوبت محمد است. محمد گپ نزنه، نوبت رو به دیگران میگذارونیم. حالا نفری که از واتساپ زنگ زده شده ببینید چقدر نفر به شما گپ دارن. حالا به من نوبت نداده شدن که من خودم به شما جواب بدیم. خب عبدالله گپ میزنید شما؟ السلام علیکم و رحمت الله برادر شوکت و درود خداوند و تماشابینان شبکه شما. خدا با شکر که مالش واضح شما گپ میزنید. نوبت ما یکا فرصت شد که در این کانال ما برآمدیم. الحمدلله خدا با شکر بهترین کانال ها و بهترین برنامه ها که خدا را شکر همه ترین برنامه ها در برادر همین گپورا درست نکنین، کنکرت نتست گپ زنه نه بچه مقدمه نکنین. التماس مهاجر خواهش میکنم لایکات ممنون برادر که تا که بینندگان همین شبکه ها بسیار شوند، تا که مردم تاجیک آگاه شوند. چی به یک لایک میترسه برادر که تا که این ظالم تسته برای نابود شود، که آزاد شوند مردم تاجیک. یک سگ برآمده است لغلق میکنه و واتساپ خور نیست که همه جا میدونه که ظلم رشوه همه مهاجر چند هزار مهاجر شدگی. ای خدا شرم دار، ای خدا نمیترسی؟ فقط چی جواب میدی؟ در پناه خداوند باشه. تشکر به شما عبدالله. همینجا بمانید. امام علی صبر کنید، مهاجر گپ زنید. مهاجر دیدید ما شما رو خیلی انتظار میشیم.
اکا من برای همین چوبلوس گفتنی هستم که این چوبلوس ها من همین همسایه کشور بینند و چوبلوس ها کردن ابد قدرت جهان. این چوبلوس ها را با خودش نبرد. این ابد قدرت جهان مملکت داشت. رحمانوف مملکت ندارد، یگان چوبلوس با همراهش نمیبره، با همین میلت میمونه. این چوبلوس میگه برنامه ها الحمدلله که امروز برنامه های شما را تمام میلت گوش میکنن. الحمدلله من تشکر سپاسگزارم از شما. باور کنه همین چوبلوس هم من گفتنی هستم که به احمد رحمانوف نشوند. ببینن که همسایه کشور یک دیکتاتوری ظالم نخواستن، ببینه با شته و شپاتی با همراه ابوالقدرتاش با همراه خواجگان خارجیش دفع کردن. این رحمانوف، فرق بین رحمانوف و ابوالقدرت و فرق بین اشرف غنی زمین و آسمان ای. ویسی همین رحمانوف زمین، رحمانوف یک پشه قد کوچه. برای همین من گفتنیم به امید چوبلوسی تو نشوه، همسایه کشور را تماشا کنه چه گریه میکنن که ما چوبلوسی کردیم. امریکایی ها چه گریه میکنن اشرف غنی ما چوبلوسی کردیم، انا ما را نجات بده. هیچ که نجات چون نداده سای چوبلوس با همون ملت گریخت رفت. بله ببینه چه گریخت شرمنده بود. ببینه با تمام 150 هزار ای خارجه اومدگی هوای زشت میکردن. باز ببینه که یگون کس ببینه هوای مردم با همون کلوچ و با همون لباس دریدگی تمامی ابد قدرت را دفع کردن. تمامی چون همون ملت همون چیزش هم میخواست دیگه ملت نمیخواست. امریکایی ها نمیخواست. اشرف غنی مثل رحمانوف بود که همین ملت با دینش چقشید، با علماش چقشید. این ملت نفوریدش همی چی گفت که این نمیشه. ببینه که با یک سخن ما مسلمانیم از دین بیرون نمیریم. ببینه چه شرمندش کردن، در روی دنیا شرمندش کردن. امریکا شرمندش. حالا صبر کنید برادر مهاجر، صبر کنید که گوش کنیم برادری که از واتساپ از تاجیکستان زنگ زدن به این گپای شما چی گفتنی هستن. آواز من شنوا است؟ شنوا است، بله بفرمایید. برادران گرامی، امروز تاجیکان چنان راه ها را پیشه کردند خود را در جهان بعضی هایشان شرمنده کرده است. وقتی که با شما صحبت میکنید با یک لحن ناخوب برای ما جواب میگردانید. چاپلوس و دیگر چی گفته، اما خود شما نمیدانید که شما چاپلوس های خارجی ها هستید، پایبوس های آنها هستید. و من گفتنی هستم برادران، من به شما گفتنی هستم دیگر شما هیچ تاثیر به تاجیکستان نداره. فقط شما در انمون منبرهای خودتان فقط برآمد میکنید، دو سه تن مثل انمین برادران گمراه را از راه میزنید، میبرایند صحبت میکنند. انمین صحبت ها شاید 5 سال 10 سال دوام میکند، لیکن بالاخره از دست شما هیچ کار نمی آید و وحدت تاجیکستان را، صلح تاجیکستان را، ملت تاجیک را دیگر هیچ کس ضرر رسانیده نمیتواند و نمیتواند به این ملت رخنه اندازی و به این ملت اختلاف اندازی کند. وقتی که شما صحبت میکنید اگر به من روبایات نخون 3 سال به من تنگ کرده روبایات نخون تو در گردی من جواب ده. خواهش میکنم آرامی رو نگاه دارید. به من هم نوبت این منم گپ زنم مایلش می آخر من برنده برنامه کو برادران، به من هم نوبت به همین برادر. من اول به همین برادر گپ نزدم، به شما سخن دادم که شما جواب دین. اکنون منم گپ زنم مایلش می با اجازه شما برادران عزیز. همین 1 دقیقه به این برادر گپ میزنم، با نوبت رو به شما میدم با اجازه شما. برادر عزیز گرامی، من از صداتون میشناسم شما کی هستید، اینجا آشکار نمیکنم. از صداتون الکی شما رو شناختم، اما گوش کنید برادر عزیز، همین حرفتون رو هر یک برآمدتون میزنید شما و عموما صلح و صلاح تاجیکان شما به ما رخ نزدن نمیتوانید، به هیچ کاری کردن نمیتوانید، از در سخن گفتن میگیرید و کذاها. همین گپ رو اشرف غنی هم میگفت، همون چاپلوسای اشرف غنی هم میگفتند. و امروز ببینید که همون نفرانی که
طابوس اشرف غنی بودند و اطرافیانش بودند، او را مدح و ثنا می‌خواندند، رو به روی طالبان ماندند. اشرف غنی پرواز کرد آمد به تاجیکستان. حالا اشرف غنی به امام علی رحمان طرز و اصولی گریختن را آموزانیده ایستاده است که این گونه مشکل پیش آید چگونه باید گریخت، همین هنرهای گریختن را یاد داده ایستاده است. حالا ببینید برادر عزیز، در همین حال شما گفته ایستادید همین گپ ها را به همین برادرانی که در اطراف اشرف غنی بودند آنها هم میگفتند و حالا گریخته رفتند، حالا هم گفته ایستادند که نه حال تمام نشد. تمام ولایت های افغانستان را به دست طالبان سپردند، دادند و ابرقدرت ها ناتو با تمام افسرانش، نظامیانش، با تمام تنگ توپ و تفنگش افغانستان را ترک کرد. توی افغانستان گفت حالا ببینید این دغدغه و ولوله های شما برادر عزیز با تکیه به همین سپد و سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی، سازمان همکاری شانگهای دیویزی 201 روسیه همین خیلی همین ها را حالا دیویزی 201 روسیه چند هزار عسکر داره در تاجیکستان؟ 7000. آمریکا ناتو در افغانستان چقدر داشت؟ 130,000 اگر خطا نکنم. کجا شدند؟ هیچ از دستشان یگان چیز آمد؟ 20 سال زدند، از دستشان یگان چیز آمد؟ هیچ چی نآمد، پرتافتند رفتند. و حالا اشرف غنی گریخت، عبدالله گریخت رفت و چند برادران تاجیک ما هم که در آنها قدرت بود آنها هم افغانستان را ترک کردند. شاید برگردند، شاید باز مقاومت های دیگر نشان دهند، شاید در خارج قوت گیرند برگردند، این رو خدا میدونه. لیکن دیگه همون افغانستان رو که یک سال پیش در دست داشتند با آسانی دیگر به دست نمی‌آید. این رو باید دانسته باشیم. برای همین امروز افغانستان را به دست کی سپردن؟ اینها به دست طالبان. حالا در دست کدام از مخالفین شما یراق دیدید، اسلحه دیدید، автомат دیدید، تانک توپ و تفنگ دیدید؟ حالا در این کی دیدید که به این قریبی یگان مهاجری تاجیک یا یگان مخالف تاجیک کسی را کشته، به سری کسی автомат راست کرده؟ نه برادر عزیز. برای همین این صلح و صلاح را ویران میکنید، این را ویران میکنید، این گپتان خطا است. اینجا ما برادر عزیز از حقوق خودمان گفته ایستادیم، از حق خودمان گفته ایستادیم، عدالت تلاش کرده ایستادیم. عدالت با طور آسایشته بدون هیچ خشونت، بدون هیچ سلاح، بدون هیچ رقابتی یا که برخورد نظامی، تنها با راه آسایشته، با علم، با فرهنگ، با ادب، با سیاست ما از حق خود طلب کرده ایستادیم برادر عزیز. حالا میخوام سید اسحاق در این باره فکرهای خود را بگویند. بفرمایید برادر عزیز. صدای ما رو دارید آقای شوکت؟ داریم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود به شما مجری خوبی محترم برنامه و تمام بینندگان عزیز. امیدوارم از همه بلا و آفت‌های همگیر کووید 19 در امان باشید. و چی خوب میشد که برادران در اینجا چی از موافقین و مخالفین رعایت حال یکدیگر رو میکردن و به نسبت یکدیگر تحقیر و دشنام‌های قبیح نمیدادن و یکدیگر رو نسبت چورپایان مثال نمیزدند. اما برمیگردیم به مسئله موضوعتون که اینجا برادران اکثریت از موضوع بیرون صحبت کردن. حالا من در مورد این موضوع یک چند تا مسئله رو میگویم، خواهش میکنم گپی ما رو نبرند. بعد از این گفتن من بعضی این مسئله ها بعد سوالی باشه من در خدمت شما خواهم. مسئله مهاجرت و قوای اساسی کاری ملت تاجیک، مردان بزرگ تاجیک که اکثرا در کشور روسیه صرف می شود، واقعا با قول شما با مانند یک توپ قرار گرفتن که هم از طرف کشور روسیه ضربه میخورند و هم از طرف متاسفانه کشور خودمان از طرف رژیم امروزه. یعنی در اونجا میروند چه عذاب و زجر میکشند، حتی بین همدیگر سازش نمیکنند و از طرف دیگر در تاجیکستان اونها را قدر نمیکنند. هر روزی که نبود در تاجیکستان ما یاد داریم زیاده از 5-6 تا جسد مردان تاجیک را از کشور روسیه
و تاجیکستان نیارند و این رو هم حکومت نمیدونم برای چی نادیده میگیرد که یکی از سمت اساسی بود که بودجه کلان کشور رو همین مهاجرت تشکیل میدادن و از روسیه به تاجیکستان میفرستادن. حالا بحث این جداگانه است که تاجیکستان این رو حالا به خاطر چی قدر نمیکرد و همین بودجه اساسی رو مربوط میداد به خواجگان خودش که این رو تهمت به مخالفان خودش میکند. و مسئله دوم فصل بازگشت مهاجران بخصوص از کشور روسیه به تاجیکستان که در زمان شروع شدن مکتب‌ها و تحصیلات آغاز می‌یابد قبل از زمستان. حتی در وقتی که از روسیه برمیگردند همون پول ناچیزی که برای خود جمع میکنن میارن برای فرزندان خود، باز هم در چنگ همین خانواده نامحترم میافتند که یکی از ظلمی که نسبت اونها وارد میشود باید از بیمارستان بگذرند همون از جایی که همون پولش با شرکت شمس‌الله صاحب است که از با اون میره به همون داماد. یعنی از هر یک طلبه مکتب به حدود 180 سومانی برای گذاشتن دکتر میگیرند که اگر اینو ما با کمش حساب کردیم زیاده از 35 میلیون دلار رو تشکیل میده. شما تصور کنید که 35 میلیون دلاری ملت تاجیک به کجا میرود. و اما مسئله این فقط یک پولی برای بیمارستان است. برای خرید لباس حتی حق ندارن ملت که برای خریدن لباس با پولی که خودش باید تصمیم بگیرد چقدر پول در جیب دارد برای چند فرزند طلبهش لباس بخرد، باید حتما از یارمارکایی خرید کنند که مربوط به شرکت همون شمس‌الله صاحب میباشد. این هم یک ضربه بزرگ است. حالا اون رو 180 سومانی گفتیم زیاده از 35 میلیون دلار رو تشکیل میدهد. اینش خدا میدوند که شاید زیاده از 300 400 میلیون دلاری مردم رو چگونه غارت میکنند. اینجا هم یک ضربه بزرگ به خود مهاجران است که اصلا قدر نمیکنند این را. و اما مسئله دیگر ربودن حامی اساسی مهاجران از کشور روسیه برادر عزت امان. برادر عزت امان را شخص به نام زیارتشاه از طرف مقامات قدرتی، شاید از طرف مقامات کمیته دولتی امنیتی ملی وابسته شده بود، رفتن در کشور روسیه کار کردند، سازش کردن با همون گنرالایی که در سطح پایانتر قرار دارند. این کار را از دستشون میاد به کار نمودن شهروندی. زیارتشاه رفت در کشور روسیه شهروندی حامی حقوق مهاجران یعنی برادر عزت امان را باطل نمود و یک هفته قبل از این از امنیت به یکی از دوستان من در تاجیکستان خبر دادن، اومدن گفتن که شخصی باشه باید که از خارج با عزت امان صحبت کند تا اینکه او را آگاه کند که از روسیه هر چیز زودتر از کجایی که میتواند فرار کند تا اینکه شهروندی او را باطل نکردن به تاجیکستان نیاوردن. من دلم به او میسوزد. این حرف را شخصی از کمیته امنیت ملی به ما خبر داد. من از اینجا به برادر عزت امان با شماره های واتساپ ایناش نویساندم که متاسفانه دیرتر دیدن و این کار متاسفانه صورت گرفت و برادر عزت امان را ربودن. همسر او برآمد کرد، گفت در دلش رو که چرا حمایت نکردید از مهاجرین طلب رو کرد، ولی پسر او رو نمیدونم چی بلایی به سرش آوردن که برعکس مادر خود و برعکس خواهر عزت امان حرف زد. این یک مشکل اساسی دیگری مهاجران که امروز واقعا عزت امان در روسیه همه شخصانی که کم بضاعت بودن، صاحب جای کار نبودن، مشکل جای خواب و خوراک داشتن، به همه او رسیدگی میکرد، ولی به همین هم رشک کرد حکومت رحمانوف. این رو هم از بین مهاجران برد و مهاجران رو متاسفانه به صاحب گذاشت. و ضربه دیگر اساسی که به مهاجران میرسد و به قول شما مثل توپ دلگت به اون میزند، کمیته دولتی امنیت ملی، شخصانی که در روسیه صاحب مقام و منصب و جای کار و مغازه های با حشمت شدن، پولدار شدن، کمیته امنیت ملی اونها رو مییابد در مهاجرت در روسیه، اونها رو یافته از اونها پولی کلان طلب میکند. برای چی؟ برای اینکه اگر نکنی ما همین کار از دست ما میآید که شهروندی تو رو بیکار کنیم و تو رو به تاجیکستان بریم، دیگر تو چند سال حقی اومدن به روسیه رو نداری، یعنی دیپورتاسیون میکنیم. من خدا شاهد است، حالا اینجا چند تا از اعضای فرمای جواب اومدن برای حمایت از حکومت رحمانوف اینا رو گفتن. من با والله قسم شاهدی میتیم نزد خدا، نمیترسم، با رسم و روی خودم با اسم نام و نسب خودم اومدم، مثل
اونا نمیترسم که خودم رو پنهان کنم یا اینکه با دیگر اسم و نسب برایم. میروند از اون کسانی که موفقن در تجارتشون پولی کلان طلب میکنن، اگر نمیتونن اونها رو حتما از طریق همون گنرالای پایه زینه های پست اقدام میکنن. چندین تا اونها رو من باز هم قسم میخورم که شاهدم، دیدم، از خویش و تباران خود دور و نزدیک خودم بودن. اونها رو شهروندیشون رو بیکار کردن، دفارتشون کردن در تاجیکستان تا امروز به روسیه نتوانستن بروند. وگرنه اونها یکی از قوه‌های اساسی، یکی از درآمدهایی که پردرآمدترین مردم تاجیکستان بودن که بسیار از مردم کم بضاعت تاجیکستان رو دستگیری میکردن و بر تاجیکستان پولی به حد زیاد هم میفرستادن که به خاطر با منفعت حکومت تاجیکستان هم بود. و اما مسئله دیگر، اولین کسی که برای مهاجران اقدام نمود و خواست که برای مهاجران وزارت مهاجرت تشکیل بدهند و حقوق مهاجران را حمایت نمایند. به خاطر اینکه در روسیه شاهد هستیم چگونه بسیار با فاجعه های دچار میشن مهاجران، هیچ کس به داد اونها نمیرسد، حتی کشور تاجیکستان از اونها دلجویی نمی نماید، برای تسلیت اونها هیچ برقی روان نمیکنند. اگر بفهمند مثلا خود همین شخص اول حکومت در مثلا در یک فلان کشور دوستش مثلا یک واقعه رخ داده است، 2 نفر مرده است، بلا فاصله برقی تسلیت روان میکنند. ولی چرا فرزندان ملت تاجیک به این روز دچار میشوند، به این مشکلات دچار میشوند؟ چرا اینها رو نادیده میگیرند و هیچ کس از اینها سراغ و پی نمیکند؟ چرا سفارت کشورمان در روسیه از طریق سازمان‌های حمایت از حقوق مهاجران چرا اقدام نمیکند برای اینها؟ ما مشاهده کردیم در شبکه‌های اجتماعی که وقتی که مهاجر میرود بر سفارت کشورمان در روسیه درخواستش رو طلب میکند، ولی به او بی‌اعتنایی میکند، تلفنش رو میبرد، میخواد این حادثه رو فیلم برداری کند که ببینه که من چگونه تحقیر میشم از طرف خود سفارت تاجیکستان هم. ولی کارمندان سفارت به او چی میگویند؟ تو نمیدونم اغواگری، تو نمیدونم هر حرفای زشت و ناجور به اونها میزنند. خلاصه یا اولین کسی که در زمان نمایندگی مردمش در پارلمان استاد محیدین کبیری بود که میخواست از حکومت طلب کرد این را که برای مهاجران یک وزارت مهاجرت تشکیل بدن تا از حق و حقوق آنها حمایت شود. برادر شوکت، من در مورد چیز سوال دادنی بودید، مسئله افغانستان رو از موضوع بیرون برآمدید. من حالا میگویم که انقلاب در گرد اطراف تاجیکستان آمده است، از قرقیزستان شروع کرده در ازبکستان حالا بخت برایشان خندید، رئیس جمهوری مؤمن و متدین و با رحم بالای سر ملت ازبک آمد، از ملت خودش حمایت میکند و امروز در آسایشگی کامل است. در افغانستان هم امروز این حادثه افتاد. حالا بالاخره این نور از طرف خداوند در گرد اطراف تاجیکستان چرخیده ایستاده است، به تاجیکستان هم حتما وارد خواهد شد. تشکر به شما برادر عزیز. می توانید همینجا بمانید، ان شاء الله باز به شما شاید سوال پیدا شود خودتان جواب میدید. حالا من نوبت را به دیگران میگذارم. مهراج الدین بفرمایید. مهراج الدین. سلام علیکم اکای شوکت، سلام علیکم اکای سعید اسحاق. همین سخنانی که شما گفتین باید کسی میگفت که برای مردم اولین امی کاری تاجیکستان مردم باید چیکار کنه؟ مردم باید ببینه که مقصد بودجت دولت چند قدر جمع می شود، در بودجت چند قدر جمع می شود و چند قدر اون عبرت برای مردم استفاده میبرن. من یک چیز خیلی شد فهمیدم که از یک کس از دهنی امی گویم که کارگری دولت گفت که بودجت دولت جمع می شود و قریب به 75% عبرت نمیگردد. مقصد که با کار خودشون با فایده خودش امی خونگی رئیس جمهور استفاده میبره، با کارهایی که باید میکنند با گردن تاجران میزنند. امی کارهایی که مقصد از بودجه دولت باید پر شوند بعد استفاده میبرند، کارهای مکتب سازی و دیگر کارهای جمعیتی با تاجران میزنند. از هر یک رایون رئیس های رایون هستند که
ҷойи коршонро харидагиянд, ӯам бояд бишинанд, ҷойи кор мешинанду мақсад ӯам ами района тоҷироша ами ҷиқида сумошона бигиранд, мақсад кори ами ба гардан мондагишона бояд иҷро кунанд. ҳамин корора ман аз акай Шавкат бо илтимос пурсиданӣ будам ки як программа созем ки мақсад бюҷаи давлати ҷумҳурии Тоҷикистон чанд қадар пур мешавад мобайни як солда, ҳамин чизора бояд мардум фаҳмиданӣ бошанд. мақсад як фаҳмидан дар корае ки бюҷаи давлат бо чанд қадар пурра мешавад. ба диққати шумо мерасонем ки мо як инчунин барнома дорем. барнома номаш дидгоҳ аст. ҳар ҳафта рӯзи душанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа ин барномаро дорем. рӯзҳои душанбе, чоршанбе, ҷумъа мо худамон дар ҳамин бора суҳбат мекунем, дар бораи буҷаи Тоҷикистон, дар бораи сиёсати Тоҷикистон, дар бораи иқтисоди Тоҷикистон. ҳама инҳоро дар барномаҳои пешин гуфтага ҳастем. аз шумо хоҳиш мекунам ки барномаҳои пешини моро дар ин бора бо мавзӯъҳояш пайгирӣ кунед. ҳатман дар ин бора шумо хоҳед шунид, ба ин саволатон хоҳед ҷавоб пайдо кард. иншоалло умедвор ҳастам. ва ҳар ҳафта рӯзи панҷшанбе мо барномаи дидгоҳро бо ҳамроҳии шумо тамошобинон мегузаронем, чунки мо вақте ки дар тӯли ҳафта се маротиба фикри андешаҳои худамонро нисбати мавзӯъҳои доғи рӯзи ҳафта, доғи рӯз ва доғҳои ҳамин мавзӯъҳои ҳамин ҳафта баррасӣ мешуда дар борааш таҳлилҳои худамонро мегӯем. мо мехоҳем ки дар ин бора ақаллан як ҳафта ба як бор назари мардумро ҳам бигирем ва мавзӯъро мемонем ва назари мардумро ҳам мешунавем. умедворам шумо мавзӯъҳои моро пайгирӣ мекунед ва дар ин бора ба саволҳои худатон ҷавоб мегиред. меҳроҷиддин, ташаккур ба шумо. ҳоло як нафар ба номи Эшони Маҳмуд ворид шуданд, баромаданд. бо ворид шудан умедвор ҳастам ин дафъа сухани худашонро иброз мекунанд. бифармоед бародар азиз. Эшони Маҳмуд. برادرانی که در کشور هستند به اونها هم سلام. درباره مهاجران برادر شوکت صدای من هست برادر شوکت؟ هست، صداتون هست. انا چی گفتنی بگم؟ برادر رو از پگاه خیلی ممکن که همین روز بود من در راه دیدم خیلی بردم این چیز رو از پگاه در تمام روسیه وضعیت مهاجران بود وضع‌بین‌تر میشود. بله با ما هم گفتن برای همین امروز ما این برنامه رو موندیم. بهترین کده برادر هوشیار شه که وضع‌بین میشه. اگر ما با فکرم که روز تا روز سال تا سال دیگه ما توقعات کده نمیتونیم در اینجا. ما توقعات نمیتونیم مخصوص جوانو آقای شوکت وضع‌بین احوالشون مخصوص جوانو به وجود هم بیچاره به پولان این خیل میگن و خیل میگن اما دروغ. همیز یک فکر دارم همیز سفیر نو شده میگن سفیر نو اومدگی های اکو التماس کم همون هجوم کردن گیره دیگه علاج نداریم. بله هجوم با اون معنای دقیقانه نیرو آقای شوکت خیلی کمیته اساسی ما مهاجران کی های دیگه همونا هم. بله حالا اندیشه من رو گوش کنیم برادر ایشانی محمود. نه باید اندیشه من کو گپ زنید در این باره چی گفتنی هستید؟ فکر شما چی است؟ برادر شوکت من پیشتر گپ زدم مرا از استودیو بیرون کردن فکرم ناتمام بود. گپ زنید. بله تو درجه که برادران میگویند دقیق است انیق است. امروز حالت مهاجران به نهایت خوب نیست. یگانه راه ما به تاجیکستان است. فقط من اول میخواستم یک سوال دهم برای انقلاب کردن مردم یا خیستن مردم آیا یگام لیدر لازم است؟ فکر شما چی است؟ فکر خودتان شخصا آیا یگان لیدر لازم است و آیا شما یگان پیشنهاد دارید کی میتواند لیدر بوده در همین جامعه تاجیکی؟ اندیشه من هستید اینجا؟ صدای من میرود؟ هست صدایتان بفرمایید.
قریب بود که شما را به عاقب پرتاییم. هستید؟ اندیشه من بسیار سستی کرده ایستادید تا شما کمتر سرعت گپ زدنتان رو با سرعت تر کردنتان ما با سخن رو به برادر عمر میدهیم. عمر بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. نامتان رو عمر موندید، در اواتارتان کله شیر موندید. بسیار سیمبولیک نه؟ البته که بفرمایید. برادر شفقت محمد حاضر همینجا یک اگر خواهد به دغلانه نگیم چاپلوس نیو یک برادر گپ زد گفت که شما از دست شما هیچی نمیباید، شما در تاجیکستان یگان موقع ندارید، شما 4 نفر همین مردم گویا که گمراه کرده ایستادین. وقتی که همین خیل باشد اگر همین خیل باشد چرا اینقدر درد کرده است؟ برای چی اینقدر خاریشون گرفته است که تمامی زنا را تمامی مردم در همین راهی یعنی مخالفین برآورده تمامی وقت یعنی از اون طرف چون بر ضد مخالفین مبارزه میبرند. وقتی مخالفین یک چهار ما اینجا موضوع گذاشتیم برادر عمر، ببینید ما موضوع گذاشتیم مهاجران تاجیک توی بازی سیاست بازان. وقتی این رو گفتیم سیاست بازان که ها هستن میدونیم و درباره که ها گپ میرود میدونن و چند نفر را وظیفه دار میکنن که اینجا درباره ما گپ میرود. همین حکومت ما هستیم، ملت ما هستیم، وطن ما هستیم، شما باید ملت و وطن حکومت را محافظت کنید و این سالدات ها را به گپ میفرستند و این سالدات ها به گپ میدرآیند. شاید این طور هم نباشد، شاید وطن دوستانه همه این فکر اندیشه هاشان باشد، ولیکن همه این فکر اندیشه ها بر معنی سری آنها مثل اینکه به فلشکه یک چیز رو میگذرونی بجز اینکه در همون چیزی گذراندگیت هست و دیگر چیزی نیست، بجز همون دیگر هیچ چیزی رو نمیگوید. همین چیزی که در فلشکه است همین رو تکرار میکنه. بفرمایید عمر. بله شما درست قید کردید. برای همین من گفتنی هستم که همین عقیده خودشان را و یا میدونن که دروغ است، همین گپی و اینو یگان حقیقت ندارد. برای که همین مردمی مهاجر اینا خودشون ملت هستند، ملت اساسی اینا هستند. برای که غیر از اونی که در مهاجرت بودن اینا بازن و فرزند و پدر و مادر و خش اقربا دارند. واقع سطح زیاد یعنی حصه زیادی مردمی تاجیکستان اینا تشکیل میکنن. حاضر میبرن با دروغ همینجا گپ میزنن که شما 4 نفر هستین و نگاه کنید بسیار شما همخیل سخنهای شما الهام مرا آورده ایستاده است. ببینید برادر عزیز، یک نفر حاضر از تاجیکستان توسط واتساپ گپ زد. وقتی که اینجا مهاجران برآمدن به او جواب دادن، ما از او خواستیم جواب رو بگیریم. من از صدای شناختم اون کس رو، وای میکروفونش رو کشته در یک برنامه دیگر با سیمای خودش برآمد کرده ایستاده است. از یعنی سالدات رو دیده ایستاده چه خیلی خدمت میکنه. میکروفون واتساپش رو کشته در یک برنامه دیگر برآمد کرده ایستاده است. اینجا میکروفون واتساپش کشتگی با او مراجعت کرده ایستادیم به این گپ مهاجران جواب که میکروفونش کشتگی صدا رو نمیشنود. گفتیم که میکروفونات رو گران کن، بعد گران کرده گپ زد. این همین خیر است برادر. سالدات رو در یک میکروفون رو میکشد در یک برنامه دیگر برآمد میکند، میکروفون وای رو میکشد در این برنامه برآمد میکند. سالدات رو دیده شد همون شعر رو میخوند در اینجا میخوند. همین خلاص من اینا رو میدونم، من 100% از اینا درک دارم. برای همین میگم که آخر بس است این دروغ گفتن، بس است بازی کردن بر یعنی بر ضد ملت، بر ضد مردم بس است. آخر این دور گذشت رفت، عصر 21 است. تمامی مردم این چیزا رو میدوند، تمامی مهاجر میدوند که چی ظلم است، چی مشکلی است. چرا باز دیده و دانسته دروغ گپ میزنن، برآمده دروغ گپ میزنن. حالا بیاید یک زنگ دیگر از واتساپ اومد، همراه گوش کنیم چی میگوید. مایلش بهترین میشه. دیگر از تاجیکستان ان شاء الله که بود تاجیکستان میگوید. الو صدایتان نمی آید، خواهش میکنم گپ زنید. نفری که از واتساپ گپ زده ایستادید، نفری که از واتساپ زنگ زده ایستادید بفرمایید.
الو نفری که از واتساپ زنگ زده شده بفرمایید ما نمیتونیم شما رو انتظار باشیم. حالا عمر دوام کنید. من یک چیز گفتنی هستم ده که همین مردمی که حکومتدارا بفهمند بسیار نقض می شود. اگر حکومتدارا نفهمند مردمی که برآمده از اون طرف یعنی طرفگیری گویا میکنند همین رو درک کنند که همین همسایه ما افغانستان همین گروه طالبان رو یعنی تروریست میگفتند دشمن میگفتند و تمام لفظ اینا یعنی سیاه میکردن. انا امروز اثبات شد که تمامی مردمی افغان خود همین طالبان بوده است، خود طرفدار همین طالبان بوده است. یعنی در یک مدت کوتاه تمام افغانستان گشت بر طرف طالبان شد. آیا از همین شما درک نمیکنه که همین مخالفین هم تمام ملت تاجیک تمامی مردمی که در تاجیکستان هست خودی مخالفین هستن. اینا باید اینا درک کنن، اینا باید حس کنن. این بس بدگی خیلی دروغ گفتن و یعنی چاپلوسی کردن. این فکر من همچون یک مهاجر به تمام حکومتدارا به تمام طرفداران ویا میگویم که شما بس کنید دروغگویی را، از همین همسایه ها عبرت گیرید. تشکر به شما. حالا مهاجرین را قبول کنید بفرمایید. تشکر عمر برادر. رحمت سلامت باشید. مهاجران را قبول کنید. یگان نام درست نیافتید. مهاجرین را قبول کنید. قبول کردیم بفرمایید. نشد. اگر شوکت اگر اجازه باشد در مورد همون کسی که از بودجه پرسیدن و در مورد کسی که در آخر گفتن که چرا اگر 4 نفر ما حرف ما اعتبار که نداشته باشد چرا پس اونها میان اینجا برای ضد ما چی میکنن؟ من در مورد اجازه باشد بگویم مسئله بودجه را گفتن که باید بدونند. واقعا مردم حق دارند باید هر ساله بودجه تاجیکستان رو بدونند. واقعا بودجه که حکومت تاجیکستان پیشکش ملت میکند اون رو در رسانه ها اعلام میکند، این اصلی بودجه نیست. یک بخش از کوچک غارت اون رو من ذکر کردم که باید بر شرکت های شمس‌الله صاحب برود. یک تاش این، دومش این که چندین وزارت خونه ها رو من یا که کمیته ها رو میدونستم. من خودم در سطح حکومت همچون صاحب کار کردگیم در اکثر وزارت خونه ها. یک تا از زمین کارخانه رو اگر راه آهن رو نام ببریم دوره‌ای که امان الله حکومت رئیس اون بودن، خلاصه که در امین امان الله حکومت خونه هایی که در تاجیکستان خریده است. من یک وقت در نزدیکی باغ بوتانیکی زندگی میکردم. اونجا یک خونه با حشمت داشت که آدم نمیافت که در داخل اون بگذارد زندگی کند، همون خونه رو حداقل نگاه بکنه تا خونه ها خراب نشود. این پول از کجا میاد؟ همه این فکر نمیکنیم که از بودجه دولت باشد. و یا اینکه میگویند که در همین کشورهای اروپایی بعضا وقت دیده میشود همون مقامدارای پیش در اینجا پس پیگیری کردن فهمیدن دیدن که خونه های دارن که زیاده از 2-3 میلیون دلار نرخش می ایستد. این یک بخش عظیمی از بودجه ملت است که این رو دزدیده می شود، وگرنه بودجه ما باید زیاده از 4-5 میلیارد دلار را تشکیل دهد. کشور لیتوانی 3 میلیون اهالی دارد، هیچ درآمدی مثلا مثل ما کانهای ذخیره‌ای چیز ندارد. بودجهش 12 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. حدود 3 میلیون یا 4 میلیون اهالی دارد. ما 10 میلیون اهالی داریم، این قدر صاحبکار داریم، این قدر کارگر داریم، همه اینها انداز میسپرند. این بودجه کجا میشود؟ این یک مسئله. بله، مسئله دیگر که اون برادر گفتن که دروغ میگویند طرفداران رحمان میگویند. بله، ما با اونها حق میدهیم بیایند و اینجا سخنانشون بگویند، ولی خواهش میکنم ما مخالفینم تحقیر نکنیم، خیلی خوب میشود. بله چیزی که ما برادر گفت سخنان ما حتما تاثیر دارد که اونها به جوش و خروش میآیند و میبرند این حرفا رو میزنند. اگر سخنان ما تاثیر که نمیداشت اونها این گونه عصبانی نمیشدند. و یک حدیثی را با اجازه شما از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه میگویم در مورد چاپلوسان، در مورد کسانی که با ظالمان حرکت میکنند. حضرت رسول الله در صحیح بخاری و صحیح مسلم ذکر شده است، میفرمایند من مشى مع ظالم لیقویه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام.
میفرماید هر کسی که با ظالم حرکت کند برای تقویت و قدرت گرفتن ظالم و در حالی که بداند که او ظالم از همراه او حرکت میکند، هر آینه از دین مبین اسلام خارج خواهد شد. ما حرفای گفتگیمون رو گفتیم و توکل شما اعضای فرمای جواب به خداوند. تشکر به شما برادر عزیز، تشکر زیاد به شما. نسیم دولت رو بفرمایید. سلام علیکم اکا شوکت جان. سلام و رحمت الله و برکاته. اوضاع ما خوب میاد اکا شوکت؟ آوازتون خوب میاد لیکن خودتون خیلی کمنموش رفتگی هستید. ما همینجا اکا گاه گاه همین ناممون عوض میکنیم، به هر نام وارد میشویم. بفرمایید برادر عزیز. خب برادر ایشان سید اسحاق بسیار یک حدیث خوب هم گفتند. ماشاءالله ماشاءالله بهترین حدیث گفتین. به خدا قسم حیران میشه وقتی که میبینی نفرایی که میدرویند دروغ میگن. واقعا من یک مهاجر هستم، من یک مهاجر تاجیک هستم که امروز در شهر مسکو کار و فعالیت میکنم. آخه ما مردم ما کور و کر و گنگ و نمیدونم یگان حیوان نزایده است، ما را هم مادر زایده است، انسان زایده است. ما با چشم سر خود میبینیم در تاجیکستان چی گپ و خبر است، مردم چی حال و چی روز دارد. برای همین وقت دروغ میگن مجبور میشه که ویا را چاپلوس بگوی. دیگه هیچ امکان نیست، آدم از سرش ویران میشه وقتی که دروغ میگن. و درباره همین مهاجرا چی گفتنی هستم؟ به صاحب ترین مهاجر در روسیه مهاجر تاجیک است. به خدا قسم من در ساختمان کار میکنم، یک شرکت ترکیه است، همراه من قرقیزا کار میکنن، شهروندای قرقیزستان. یک همکار من قرقیز پاسپورتش گم کرد، همه حجتاش همش گم کرد، با کشیلاکش همه را گم کرد. رفت یک زایولینی در سفارت قرقیزستان یک زایولینی نوشت. یک هفته بعد زنگ زدن گفتن بیا پاسپورت بگیر. یگان درهم دادگی نیست، یک روبل دادگی نیست. رفت پاسپورتش گرفت. سفارت تاجیکستان، این سفارتی که ما داریم سفارتش گفتن نمیشود خانه تجارتی. در همه جا هم شرکت فراز دست داره. به خدا قسم شرکت فراز در همه جا دست داره. در همه سفارت تاجیکستان چی دست داره؟ یک کمی مثلا نگاه کنید، این پاسپورت میفروشن، پراوا میفروشن. اما یک کاغذی که مثلا من پاسپورت ما گم میکنم باید به خانه بروم، میره یک کاغذ ناچیز است، возвращение на родину با زبان تاجیکی بازگشت به وطن میشود که میشود. برای همو کاغذ اگر که خودت آچرت بشینی یک روزی دراز 2000 روبل میتی، بعد هم کاغذ ناچیز میتیاند. اگر که چرز پاسریدینگ میون راوها بگیریش 2.5-3,000 روبل میتی که همو کاغذ بتیاند. برای چی قرقیزستان سفارت قرقیزستان به پول برای قرقیزها برای مردم خودش پاسپورت میتیه؟ در سفارت تاجیکستان یک کاغذ ناچیز возвращение на родину را 2000 روبل میفروشند. همین است مگر حکومت مردمی؟ همین است غمخوار ملت؟ به خدا قسم اینا را خائن بگوی، خیانتکار بگوی کمه. نمیدونم من اینا را چی بگم. این حکومت ما داریم، علل خصوص پرزیدنتی که ما داریم نخواد مردم اخته. این همین بچهای هستن، جوانای هستن، مثلا یک نفرش این همین ایشان سید اسحاق، این همین را همش تروریست اکستریمیست اعلام کردگیان. یا مردم نیستن، اینا ملت نیستن، اینا جزء از همین جان ما هستن همین برادرها. نه که همه همینا را امروز رحمانov به خاطر منصب، به خاطر کرسی، به خاطر در قدرت باقی ماندن، همه همین روشن فکرا را امروز چیکار کردن؟ تروریست اکستریمیست، نمیدونم سلفی و وهابی و هر چی که میخوان از چیزی چون اعلان کردن، همه در بدر رو از وطن به وطن، بعضی ها زندانی و به قتل و کشتار رساندن بعضی ها را. حالا قسم مردم. برادر عزیز نسیم دولتوف، شما گفتید من در مسکو در مهاجرت هستم، ولی بیشتر از تماشابینان ما در مهاجرت هستن. به همین یک توپ فوتبال برین شدن مهاجر، خود همین مهاجران هم به فکر شما سهم ندارن؟ همین به همه ظلم، به همه جبر، همین خاموش بودن مهاجر، صرف آوردن مهاجر، اقلا برای همین حجت هایش دعوتاز نکردنش، حقش رو تلاش نکردنش، خود مهاجر هم گناهگار نیست؟ اکا 100% من نه فقط مهاجرا گناهگارم، 100% 10 میلیون اهالی تاجیکستان گناهگار میدونن. 100% ما گناهگاریم که با این ظالمان ما یعنی که شانس دادیم که همین کار، همین بلاها را بالای سر ما بیارن. خب ما شاهد بودیم که همون یک در تاجیکستان وقتی که مردم نتوانستن پرواز بکنن به روسیه،
جمع شدن، خب یک میتینگ کردن، چیکار کردن، یک اعتراض کردن. یک نماینده همون شرکت سامان ایر بود یا همون هواپیما بود چی بود آمد، ما به جناب عالی میگه داد میزنن، همه میگه داد میزنن. بمبر ایروستونده نخوا که همین در روی بیتان خواب باشه ما به جناب عالی بگوی. خب گفته اینا مردم گفت که ها ما از جناب عالی راضی هستیم. چیکار کردن؟ مردم بردن در مهمانخانه ها جا کردن یا از روی بیتان و جگر جا بردن، یگان جا بردن. نه بازم هم راضی هم گفتن در بالای بیتان خوابشون دوام دادن. مردم بیدار شده ملت تاجیک. نسیم جان یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستاده است. باشد تمام گپتون رو دوام دید رفتند برابری نامشان رو گرفتن رفتند. خب برای همین برای مردم تاجیکستان چی گفتنی هستن؟ برای تمام مردم تاجیکستان، غرمی و کلابی و ونجی و پامیری و ازبک و قرقیز و ترکمن و هر ملتی که هست، همه ما فرزند همین سرزمین هستیم. وطن ما از تاجیکستان، وطن چی ازبکی چی قرقیزی کسی باشی نباشی، ما در همین جا به دنیا آمدیم و این وطن ما و شما است. ما باید هوشیار باشیم، بیدار شویم. برادر نسیم جان همین نام موضوع رو من به خاطر اون موندم که همین یک روز دو روز اخیر است به نهایت مهاجران به من زنگ میزنند و همین عباره در زبان اکثریت نفر مثل مصلحت کردگی بر این تکرار می شود که حاضر مهاجر تو به فوتبال شدگی، اینش به این طرف میزند ویش به وی طرف میزند، از تاجیکستان شرطه میزنند به این طرف، از روسیه شرطه میزنند به اون طرف و حال مهاجر بد است، به پروای هیچ کس نمی بیاید. همین خیلی گپ ها خیلی زیاد شده است. حالا ببینید بسیار خوب، امام علی گناهگار، پوتین گناهگار و هاکذاها، لیکن آیا نمی اندیشیم که همینجا در همین حالت من شما بد شدن من شما هم دست داریم، یعنی من شما هم گناهگار هستیم؟ بله اکا جان، ما هم 50 در 50 گناه تقسیم میکنیم با رحمان و با ملت، با مهاجران، برای که خاموشیم. 2 میلیون مهاجر داریم، عزت امان بردن 100 نفر همون جرف بار کردن بردن شد عدل به همه پراکنده شد. تمام خلاص. خب دیگر همین است. بله دیگر همین است حالت. خیلی به صاحب میگردی. خب یک رو اگر بگیریم ما همین مردم مهاجر خوب من میکنن. واتساپ بازگشتن. نسیم جان واتساپ رو گوش کنیم با صحبت رو دوام میدیم ان شاء الله. الو. الو نفری که از واتساپ گپ زدید، زنگ زدید، گپ زنید. میکروفونتون رو فعال کنید. السلام علیکم. و علیکم السلام. سوزی اکتین سلامتی خوب. امیدوارم شما هم خوب و ساز باشید. برادر بفرمایید. الحمدلله شکرانه الله مهربان خوبیم. یک موضوع همینجا را که نفهمیدم، کم ترک معلومات ندادیم بخوتر میشه. موضوع همین روزه برادر عزیز همین خیلی است که شرایط امروزه همین است که مهاجر کره تاجیک مثل یک توپ فوتبال شده است، مثل یک توپ بازی سیاست بازان. اینش میگوید که من برای مهاجر این خیلی آسانی آوردم، این خیلی پدخود دارم، این خیلی کرده ایستادم، کمک کرده ایستادم و هاکذاها. از طرف روسیه میگویند شرایطی بودی باش رو آسان کردیم، پتنت گیری رو آسان کردیم، این رو کردیم و این رو کردیم، لیکن در اصل در بین مهاجر فقط ناله دارد. این سخنوی که از یکی خود سخن کردی فقط درباره مهاجرای مسکو داخل داره که تمام مهاجرها داخل داره. خب تمام مهاجرات که داخل داشته باشه یک سخن میکنیم مثلا. معلش بفرمایید برادر عزیز. ما خودم مهاجر شخصا. بله. مهاجر مهنتی در قزاقستان. خب که باشد یگان شکایت شخصا خودم ندارم. با او خاطره که من مهاجرم، برای خودم اومدم. مسئله پتن من یگان نمود پتن نمیکنم. در قزاقستان؟ بله در قزاقستان. نه پتن میکنم نه یگان چیز دیگه، فقط همون خیلی یک رزرشن نرابطو میگیرم. همون رزرشن رابطو هم اگر که با سومی روسی حساب بشکنیم گروه با 5000 روبل
روبل. برای یک سال بله بله برای یک سال 5000 روبل. در نام قزاقستانم یگان مشکلی نیست. دیگه مسئله اندازه‌سپاری خیلی مشکلات وجود ندارد بله یگان مشکلی ندارم، نه مسئله اندازش خطی نه مسئله دیگه و دیگهش خطی. این پرپیسکا قید بود و باش خیلی است همش انشالله بهار پروردگار خوبه، یگان شکایت هم که نداریم. مسئله کوریابی چه خیلی است مسئله کوریابی مردم با آسونی میتونن کوریابان مثلا گریم قزاقستان به اندیشه شما چقدر مهاجران تاجیک را قدرتی قبول کرده به کار تامین کردن داره مثلا گریم وزیر ما گفته شدیم که 2 میلیون مهاجری تاجیک داریم زیاده از 1 میلیونش در روسیه است وضعیتشان بی‌زیب است و هوکزاها و همین مهاجرانی که وضعیتشان در روسیه بی‌زیب است با اندیشه شما چقدرش را قزاقستان میتواند قبول کند و مثل شما حجت گذاریش آسان باشد کوریابیش آسان باشد رقابت کوری وزنی نشود شخصا اگر با فکری شخصی خودم باشه ما کو دیگه مردم میدونم شخصا خودم از این میتونم امکانیت دارم که 100 نفر قبول کنیم نمیشه همه حاضر کار کنیم یگان پرابلم کمبودی نشود. برادر عزیز شما راضی هست که سیت که ما رقم واتساپ شما را در همین جا گذاریم مهاجران درمانده به مشکلات دچار شده به شما زنگ زنند به قزاقستان بروند مرامت دو یگان کمبودی ما همه را قبول میکنم یگان پرابلم ندارم نامتان رو هم برادر عزیز اینجا شما بسیار به مسئله خوب دخل کردید و به شما من تشکر میکنم واقعا همین خیل برادرها پیدا شوند و از شرایط خوب خودشان بگویند و باز هم آماده باشند که 8 نفر یا 10 نفر برادری مهاجری سرگردان تاجیک را دستگیری کنند و شرایط بدی وی به شرایط خوب مبدل شود. این بینهایت خوب است و امروزها ما از توب بازی شدن همین خیل خلاص میشویم از توب بازی شدن همین خیل نجات میبریم. یک نفر میبراید میگوید که برادرانی که در مشکلی دچار هستید من شرایط خوب دارم و بالای این میتوانم به جز خودم شرایط چند نفر دیگر رو هم خوب کنم. در اکران رقم واتساپ این برادر رو مانید. این برادر از قزاقستان هستند میمون رقمشونه ماله در پیش روبروی مردم بیستد در پیش گپ فقط بخشش زیاد لیک من چیز دیگه شما نمیفهمم همون مهاجرایی که میگو تو فوتبال میشن همون مهاجرا خودشون مینواتن ما این رقم این برادر رو در واتساپ موندیم به شما همه مسئولیت در گردن خودشون است. این ما این برادر رو نمیشناسیم ولی دعوا دارن که شرایط در قزاقستان خوب است نفرانی که میگوید شرایط بد است مسئله بودوباش و دیگه و هاکزاها حتی پتین پولی نداشته است شما تنها از حساب پتین پولی در یک سال 60,000 روبل اکنام میکنید تنها 5,000 باشد 60,000 روبل در یک سال میشود یعنی $1,000 تقریبا شما اکنام میکنید و با این برادر اگر اهل ایمان باشن اهل باوری باشن با خیلی خوب میشود اما ما توصیه نمیکنیم برادران عزیز. و برادر بفرمایید دوام سخنتون رو بگویید. نیکیوز همجا خیلی زکر سخن کرده است که مردم مهاجر توپ فوتبال شدگیان بله اون مردم که توپ فوتبال شدگیان اون مهاجر مهنتی و خودش ویناوته شخصا همون انسان خودش ویناوته هیچ یگان کسی دیگه ویناوت نیست. بله راست میگوین 9 میلیون اهالی ویناوت هست پرزیدنت ایمان نه برادر سخن با خاطر گفتیم که نه فقط حکومت گناهگار بلکه در اینجا خود مهاجران هم کمبودی دارند و این کمبودی مهاجران چی باشد ما اینجا جسته شدیم و حالا شما به فکرم که اشاره کردید به این کمبودی مهاجران. بله حکومت در اینجا یگان دخالت نداره که نه داره برادر عزیز صبر برادر عزیز از اینجا گپ سر از دروغ گپ سر نکنید برادر عزیز. حکومت تقریبا 90% با جرم حکومت مردم سرسون است
این رو اختصار کرده دروغگویی میشود. برادر عزیز جایی که مهاجران عیب خود مهاجران میشود همون جا رو بگویید برادر عزیز. انا ما به خود مهاجره با خاطر میشه که پیسته به مغز اگر لب وکنه رسوا شود. چی لب وکنه؟ به مغزی مهاجر در کجا است؟ 2 میلیون نفر هموطن خودتان رو شما پیسته به مغز گفته اید. درست است؟ آخی اکا همه پیسته به مغز اگر لب وکنه رسوا شود. بله. اون انسان که عقل فراست گپزنی نداره یکمش. دیگه‌مش که میخزه بعد هر یک چیزی که پیش اومد صحبت کردن میگیره او درگون جو قبول هم نمیشه و درست هم نیست گپی مردک. بس اگر جهت دیگر فکر کنی آخه هم مردم مهاجری که در خودی روسیه یعنی نمیشول. من هم در روسیه بودم هیچ گپی نی. 2 سال ما داخلم در روسیه بودم. نکی آخه لفظ طرز گپزنی را پت یک انسان دیگه یفتن در کار. خوب برادر صبر همینجا صبر برادر عزیز از قزاقستان همینجا صبر نسیم دولت گپ زنید. با این برادر چی گفتنی هستید؟ نسیم دولت. خوب آقای شوکت من چی گفتنی هستم با این برادر؟ من با این برادر همین گفتنی هستم که من مهاجر هستم. هرچند اگر من شهروندی روسیه هم دارم امروز پاتن نمیسپارم اما برادرای من همراه من کار میکنن تاجیکا از فرخار از کولاب از دنغره از وحدت از هر کجا هستن پاتن میسپارن هر ماه 5350 روبل پاتن میسپارن پیلوز برای کوارتیر میسپارن در بالای این هر ماه 3800 سوم تا 4200 سوم هر 3 ماه بعد رجیستراسیون میکنن برای پاتن گرفتن از همو جای همو FMS قریب که 22000 روبل مصرف میکنی که پاتن به دست بیاری. خب شاید شرایط قزاقستان یک کم خوبتر باشد که در 5000 رزرشن ناربوت هم بگیرد اما روسیه که اینطوری نیست. روسیه قیمت است یعنی پاتن گرفتن قیمت پلی مبلغ زیاد در کار است. برادر جان خواهش میکنم اینجا مهاجرا را گناهکار ندونین. اگر مهاجر گناهکار است خب به خاطر خاموشی خودش گناهکار است. بله 100% گناهکار است اما ببیننده برادر امروز بلیت ازبکستان و ازبکستان اگر پرواز بکنه یک مهاجر تاجیک 8000 روبل از مسکو و تاجیکستان 28-30,000 روبل. مگر همین هم عیب مهاجر است؟ برادر عزیز خیلی گپا نزنین. پیسته به مغز اگر لب واکند رسوا شود. من نمیدونم این شعر شما از کجا یاد گرفتین اما این شعر شما به خود شما وابستگی دارد. خواهش میکنم 2 میلیون مهاجر ما را شما پیسته به مغز حساب نکنین. مردم ایجاد مردمای هستن که دیپلمی سرخ دارن در استرویکا قطعی ما کار کرده هستن برادر جان. خواهش میکنم تحقیر نکنین مهاجر را. خوب تشکر. مهاجر تاجیک چی گفتنی هستید؟ با این گفته های برادر از قزاقستان. السلام علیکم برادر. مهاجر تاجیک السلام علیکم را میشنوید اکا؟ رحمت الله. مسئله همین مهاجرت در گپ رفته است اکا شفقت ما همین یک گروه مهاجرا خیلی میریم تاجیکستان هم میریم و این زمان در فدراسیون روسیه قرار داریم. راستی گپ همین مسئله که حاضر پرابلم ای که بگیم مهاجرت برداشتگی شما اکا شفقت همین مهاجرت خودش در جهان هست. مثال از خود امریکا میان در تاجیکستان هم کار میکنن. روی تخصص روی عقل چی جواز یک برادر گپ زدن ممکن همین چیزا در نظر داشته باشه که کمی که عقل داره روی عقلش میتونه در دولت ما روی خصوصیتی مثال کسب کارش معاش بلند میگیره. مثال کدومه که تو میگه قدرت به توانایی کدومه که چقدر چیزی چی کاری در استای رسنده بافنده لباس دوز چیزه روی فعالیت کاریش مهاجرت میروه. روس باشد به دولت‌های اروپا می‌رود. اروپا باشد امریکا می‌رود. این مهاجرت باز برادر بخشش من فکر ما تاخیر بگم برای که مثلا برنامه شما آزاداندیشی برنامه مثلا بگید حتما فکرتون رو بگید برادر عزیز. مهاجر تاجیک حتما برای که مقصد که همین در بونه باید نشه. فقط اینجا مرا تماشابینان و نفرانی که به استودیو وارد شدن به من سخن نداده ایستادن داخل برادر عزیز. من سخنم از یادم برآمده. شما چندین نفرین من یک خودم تنها هستم.
سخنم فراموش نشده بگویم، اجازه بدهید. برادر عزیز، من تا همین جا به شما موافق هستم. اما برادر عزیز، گفتید از امریکا آمده در تاجیکستان کار میکنند. از امریکا آمده در تاجیکستان کوچه‌روبی نمیکنند. از امریکا با معلومات عالی آمده در تاجیکستان کوچه‌روبی نمیکند برادر عزیز. از امریکا به تاجیکستان من گفتم که برادر گفت من معنیش که روی قدرت و توانایی هستم برادر عزیز. از امریکا به تاجیکستان آمده نفرانه کار میکنند که مبلغشان معاششان از امریکا بالاتر داده شود. نباشد هیچ کس از اون طرف اقیانوس به تاجیکستان نمیباید. این من چی گفتنی هستم برادر عزیز؟ وقتی که برعکس همین میشود، یک نفری معلومات دار جای کار در تاجیکستان نمییابد. یک مهاجرت در همه جا هست، مهاجرت اجباری در هیچ جا نیست. مهاجرت چگونه میشود میدونید برادر عزیز؟ مثلا گریم در روسیه، در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی، سابق جماهیر شوروی، وقتی که یک صاحب کسب به خودش معاش خوب را دریافت نمی کند و می بیند که در کشورهای اروپایی به همین کسبش به کار با همین اختصاصش معاش چند برابر بلندتر می گیرد، او به اونجا سفر میکند. به همین کسبش، به همین اختصاصش به اونجا سفر میکند. در اونجا کسبش رو احترام میکنند، خودش رو احترام میکنند، معلوماتش رو احترام میکنند، به خانه، به جا، به خورد و خوراک تامین میکنند و تامین اجتماعی میکنند و هاکذا. تاجیکستان چی؟ تاجیکستان کشور اجتماعی است طبق کنستیتوسیه. اما اکا شفقت من فکرام بگم بخشش تاجیکستان کشور اجتماعی است طبق کنستیتوسیه. وقتی که کارگر متخصص جای کار نمییابد، باید به شعبه حفظ اجتماعی اهالی مراجعت کند که من بیکار هستم، به من کار یافتید. باید شعبه حفظ اجتماعی اهالی وزارت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان به او کار یافته دهد. از همون نفر، همون شهروند مهلت بپرسد که در 2 ماه است یا 3 ماه است یا 4 ماه است یا 5 ماه است یا 6 ماه است، من به تو کار یافته میدهم، وعده میدهم و در این مدت کار یافته دادنم به تو، من تو را به سبب استعمالی تامین میکنم. این را کشور اجتماعی میگن. همین فرم کشور اجتماعی را تاجیکستان اجرا میکند یا نمیکند؟ همین طلبات را پدر در حمایت حاضر برادر ما به سوال شما جواب میتونم. برای همین هم برادر حاضر من سخنم رو تمام میکنم دوام میدید. برای همین هم ما میگیم که مهاجری تاجیکی همه کشورهای دنیا مهاجرت دارند، مهاجر میشوند و مهاجرت میروند، اما مهاجرت از تاجیکستان، مهاجرت کاری از تاجیکستان مهاجرت اجباری است. مثل توپ فوتبال یک تا زدن است. دو شب پول نگو، کمک نپرس، رفت کودک چیکار خواهی یا بیار کودکانت رو بخوران بپوشان و اندازی مرا بسپار. درست است مهاجر تاجیک؟ بفرمایید دوام دهید. وزیر کم فکری خدمت بگم اگر مثال وای برنامه شما خیلی که قید کردین آزاداندیشی مقصد ما تحقیر یگون کس نیستم. من خیلی است که ما تحقیر نمی‌کنم. مثال فکری خدمت ما خود مهاجر اومدم، ما یگون کس دولت به ما مثال بدی نکرده. ما از روی عقل توانایی ما یگون کس گناهکار نمیکنم که ما مثال در مهاجرت حاضر هستم، کار میکنم، معاش میگیرم، خونه روی میکنم، آبادی ما در خونه پدر مادر مثال زن کودکای ما در وطن هستن، در وطن نگاهبین میشن، حفظ میشن. به خاطر چی؟ به خاطر که هر یک ما مثال تولد میشیم در وطن و مثال مرده و زنده اونا به وطن بگردونده ورده میگردند. به همون خاطر مثال ما امید مثال نیت همه مثال قدر قیمت ما وطن که است. من مثال یگون چی عرض شکایت هم ندارم و ندارم. مقصد چیه؟ حاضر تینجی که از در تاجیکستان حاضر ما آبادی مبلغی که میگیریم برای آبادی خونه و در کردن چی تاجیکستان روی میکنیم. در تاجیکستان فرزندای ما تینج آرام هر روز ما زنگ میزنیم میریم میام شکر خدا. تشکر برادر عزیز. برادر عزیز
گوسفند رو صاحبش با گوسفند نمیموند خراب نشود گوشت همین در وقتش ساعت رو دیده میموند در وقتش خوراکش رو میدهد آبش رو میدهد یمش رو میدهد همین خیل فقط در آخر کشته میخورد تینجی مانی آسایشتگی برای گوسفند همین خیل است لیکن نفر آزاد نفری که در درونی کتک نیست نفری که آزاد زندگی کرده میخواهد بیشتر میخواهد آزادی رو میخواهد و طلباتش بیشتر است برادر عزیز تنها تینجی امان و آسایشته بودن برای مرد آزاد برای نفر آزاد بس نیست او باید دستپای زندگی کند فهمیدید برادر عزیز چارو سعید و بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حاضر همین برادر گفته است که آزادی همین خونش تینج همین آزاده باشد آزاده این است عقلش کم طرف کوتاه باشد ممکن برای چه خلق همسایه گشنه آزاده همین می شود نه یا خلق قشلاقا با همه جا حاضر کرانوی رسه قشلاقا با بلنیسته نیست هر یک اویله با دو تا سه تا یک تا هر یک تا مرده بر آمده است آزاده همین باشد آزاده همین میگه اما تاجیکستان با آزاده نیست مهاجرای مجبور هستن که یک برده نانشان بیاون اویلشان بخورانن گشنه نمورن گفتن برای همون آمده است این مهاجرا را تحقیر میکنن من خودم استرای که با کار میکنم عدلچک هستم من خودم عدلچکم زن به همین کار سبوک باشد من حاضر عقلم کوتاه است ممکن همین خیل میگد برای چی اینا همین خیل فکر دارن اینا چاپلوسا هستن فکر خودشون میگد چی میگد آیلش تینجای نان نمک دارن خفای برای همون اینا با تینجای گوشته همسایه چیکار دارن خواهر چورس حالا یک نفر با نام شاهرخ گدایف بعد از اون مقسومی عبدالستار بعد از اون ایما نفری که از ایما گپ زدید زنگ زدید خواهش میکنم انتظار باشید از واتساپ هم زنگ زده شدن خواهش میکنم صبر کنید نوبت به شما میرسد شاهرخ گدایف بعد از اون مقسومی عبدالستار سلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله و برکاته تشکر به شما و خواهر چورس شاهرخ گدایف بفرمایید درباره موضوع اکا شوکت زنده باشید مهاجرا یک خطاگی دارن که یاشی بعد میبیوین زبان روسی گپ زدن نمیتونن ای همین حالت عذاب میکشن بسیارتر بله همین حالت بسیارتر زبان روسی ندانستگیش کی سبب گره حکومت سبب گره بله درست میگه با علاوه دارید برادر عزیز شاهرخ زودتر بکنیم که مکتب 11 تمام میکنه ابلا و سر میکنن که گریزن روسیه روان میخیزن روسیه میبیوند من خود مهاجرم عذابی که مهاجر تاجیک در روسیه داره همه شهر مهاجر دارن میدونم لیکن عذابی که مهاجر تاجیک در روسیه میکشه یگان مهاجر روی جهان همین عذاب نمیکشه بله تشکر به شما برادر عزیز مقسومی عبدالستار بفرمایید مقسومی عبدالستار سلام علیکم برادر سلام خیلی با تمام مسلمانان میرسونم خوش آمدید به برنامه بفرمایید برادر جان همین چیز گفتنیم همین خیلی برادرام برای میگن مقصد مهاجری هم دولت دست یا کی سو دیگه دولت ها میان در تاجیکستان مقصد مهاجر میشوند خطا نکردم ده سال پیش در تاجیکستان کار میکردم ده سال پیش همون جواب ما مهاجر شدگیم با ما سوز کیسه بودن ما قربالا میگفتن اونم خیلی مستم همونجا کار میکردم خیلی هم بدن که تورم چکی هم خیلی بودن اویل کو یه روزا اویلکشون 700 سوم بده ایمو 70 سوم بدینم پریساوید که ایمو چند قضیات میگرفتن تیمبولی که مقصد نه متخصیص هم نبودن امی قدیما کارم میکردن اما قدیما کارم میکردن نه که نگه که چند برابر ایمو زیاد میگرفتن نه خیلی دیگه میزنن بخدا دیونان چیان و بخدا بله تشکر به شما
بفرمایید. برادر هستید، خواهر هستید؟ هلا تو هلا آغاز کردنشان از واتساپ ایمو قبول میکنیم، از ایمو زنگ رو وعده کردیم. الو، نفری که از ایمو زنگ زدید گپ زنید. الو و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. بفرمایید برادر عزیز. حالا ما خیلی دقیقه های کم برای به تمام شدن برنامه مونده است. خواهش میکنم لطفاً زودتر گپ زنید برادر عزیز. شما ما رو میبینه؟ ها من شما رو میبینم. سلام علیکم. امیدوارم شما مرا هم دیده شدید. سلام علیکم. تماشاگران عزیز، این نفر توسط ویدیو از ایمو زنگ زد. من این کس رو دیده شدم. متاسفانه ما این کس رو با نوار به شما پیوست کردن نمیتوانیم. حالا بفرمایید برادر، تنها صدایتان رو مردم میشنوند. من از تاجیکستان زنگ زدم، به خاطر همین مهاجرت گفتم، برای مهاجرت گفتم شما رو بخوام. بفرمایید. در اینجا برای مهاجرتای مردمی خطای هست در اینجا. و نامدین خالی یک کمک در هر یک برای هر یک ادام. دیدی خود میکشم برای که در اینجا ممکنه به ممکنه. دیدی هر یک از من تو که در اینجا با حجت خانه داره، برای هر یک از کاملا تلویزیون داره، جای خوب. حالا صبر برادر، این شرایط رو کی در کجا مهیا کرده است؟ بسیار خوب برادر، بسیار خوب. جانان بوده است برادر. این شرایط رو کی به کی مهیا کرده است؟ الو، تمام برادر عزیز، این شرایط رو کی به کی مهیا کرده است؟ این شرایط در کجا است؟ برای مهاجران میگه مردمی که مهاجرت ببینه که مثلا چالی جا زندگی میکنن مهاجرا. کدام مهاجرا کی در کجا برادر عزیز؟ این در یوان تاجیکستان روزنامه یوان این شرایط رو کی به کی مهیا کرده است؟ تماشاگران عزیز، یک نوار این برادر به طور مستقیم نشان داده شدند. به طور مستقیم یک بنا را نشان داده شدند. در اونجا چند مهاجران هم دیده میشوند. نمیدونم مهاجران کجا هستند و میگویند ببینید چقدر شرایط خوب است. هر یک از در یک کمونیته زندگی میکند و هاکذا ها. ترنژورن زال دارد، جای خوب دارد و هاکذا ها. اما نگفته شدند که این مهاجران کیا هستند؟ این مهاجران کی هستند؟ مهاجران مردم خطای. در کجا؟ در تاجیکستان. تشکر. مهاجران کشور چین در تاجیکستان بودند، در ناحیه یاوان. همین قدر شرایط خوب تاجیکستان آماده کردگی است که به هیچ گفتار درست نمی‌باید. همین قدر جانان به من نشان دادن. متاسفم که ما از توسط ویدیو به شما نوار نشان دادن نمیتونیم. میشد که توسط لینک استریمیارد زنگ میزدن، بسیار عجایب میشد. حالا وقتی ما کم مونده است، همگی 5 دقیقه وقت داریم برادران عزیز. اینجا یک نفر 2 نفر گپ نزدگی هستند، باز نفرانی که انتظار هستند فکر خودشون رو خلاصه خودشون رو باز بگن هستند. هلا گپ میزنید. هلا رو فرار پایان. غریب گپ زنید. غریب. السلام علیکم برادرو. رحمت الله. خواهش میکنم زودتر. اکا شوخه سوزه نزن همه کسا سوزن. سلامتی خوبه عزیز. روز سیگار همین برنامه رو تماشا میکنیم، خصوصا همین برنامه شما را. مسئله همین اخواگری چی در کروخی همین مردم همه مهاجرت میره و زندگی شو سوزه بوم میان همین تویستان. شما همین اخواگری دمی برای شو همشون باید دست شما را با هیچ برکت های همین رنگ شما رو کوش میشن، بعد دله میشن، موانشو کار کنند، بیان زندگی کنند برای پدر مادرشون. خوب برادر عزیز، مهاجران را قبول کنید، گپ بزنید.
میکروفونتون خاموش است. برادر سعیدی ساخ خلاصه خود را گپ زنید درباره برنامه امروز. سلام و درودی دوباره. حالا برادر یک نفر گفتن که من در قزاقستان هستم، در قرقیزستان هستم، جای کار میتونم تامین کنم. حالا نیتشون نیک بود، انشالله که گفتن تا 7 تا 10 نفر رو میتونم با کار تامین کنم، از همه خطرها نگهبانشون باشیم و اول آخر خداوند. بله اونها انشالله نیتشون نیک است، ولی از اون برادر ما سوال میکنیم که اینجا موضوع اساسی در دیگه چیز است و شما چرا با مهاجرت رفتید؟ چرا همین کارو در تاجیکستان نکردید؟ یک. و دوم این که زن اینجا آمد صحبت کردند و گفتن که من در ساختمان کار میکنم، چرا ما رو درک نمیکنن؟ گفت چرا پس در اینجا حکومتداران نمیرند و با خواهشات این مردم طلبات جواب بگویند؟ اگر که واقعا کارتون درست است و خود را حقیقت میدونن در برابر مخالفین، بیان در این برنامه‌های پخش مستقیم از مردم خواهش کنن که چی خواهش دارن با سیمای خودشون، با نام مطلب خودشون. بعد این برادر که گفت که اغوا اندازی میکنه، مردم با مهاجرت میروند کار میکنن، مردم با مهاجرت میروند. برای چی باید با مهاجرت بروند؟ برای چی باید همین رزق و روزی نان نمک خودشون رو در تاجیکستان پیدا نکنن؟ چرا خیتایی میاد در تاجیکستان؟ گفتی اون برادر که اومد کار میکند و جای خواب و همه شرایط معیشی رو دارد، تاجیکستان در تاجیکستان جای کار برای خودش پیدا نمیکند. این سوال‌های اساسی است که برای این برادرانی که باز هم گفتم که همون پیغمبر گفتن درباره اونها من مشى مع الظالم لیقویه و هو یعلم انه ظالم فقط خرج من الاسلام. هر کسی که با ظالم بیاد به حرکت کنه در حالی که بداند که او ظالم است، برای تقویت ظالم حرکت میکند، هر آینه از دین مبین اسلام خارج میشود. برادران عزیز، چرا ما نمیبینیم شرمندگی خودمون؟ زن در چیز کار میکند، در ساختمان کار میکند، این را نادیده میگیریم یا میگیم که شما برادران اغوا اندازی میکنید. کجا این اغوا اندازی است؟ مردم از حق و حقوق خود حمایت کنند. اگر این اغوا اندازی به حساب میاد. ما هم همین حالت رو داشتیم. ما یک صاحب کار موفق بودیم، خدمت به مردم میکردیم، هر چی از دست ما میومد دستگیری مینمودیم. اومدن تا جایش اومد که همه پول و دارایی و خانه های شخصی ما رو کشیدن بدون هیچ اعتراض نتونستیم بکنیم در هر جای. امنیت حتی ما رو با کمیته امنیت بردن، گفتن که یک سگ، یک کوچک در نزد قانون قدر دارد، شما قدر ندارید. شما چرا چشماتون اینها رو نمیبیند و فقط این حرفا، همین حرفای پیشینه چند سال پیشینه که شاعرانه که میگفتن و شما تلقین میکنن یاد میدن، فقط همین حرفا رو از زبان خارج میکنید. خواهش میکنم کم تر روشن فکر باشید. من بر هیچ کس تحقیر نمیکنم، ملت عزیزم هر کجای باشد احترام میگذارم، برای آبادی و سعادتمندی او از دستم هر چیز بیاد میکنم، ولی شما هم خواهش میکنم این رو رعایت نمایید، ملت عزیزم رو تحقیر نکنید. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. اندیشه من بفرمایید، اندیشه من زودتر فقط خواهش میکنم. تشکر زیاد برادر شوکت. من آخرین سخن میگویم برای خاطری که وقت کم است. بله. با کل مردم تاجیک چی گفتنیم؟ خوبترش پیش رویم، انقلاب کنیم، سری وظیفه یک مردی شایسته را بگذاریم تا اون وقتی که مثل کشور همسایه مردم به طالب باور کند و به حکومت نی. وقتی که حکومتی که به یک دیکتاتور همسایه که قریب 20 سال آینده مردم را کشت به او جای میدهد و او را از پناهگاهی میدهد، همان گونه که امروز غنی در تاجیکستان است و همان دوست رفیقش عبدالله هم اظهار نمود که ما از غنی بسیار امید نداشتیم چونین و این حکومت تا روز آخر چونین ادامه میدهد. خوبترش مردم را به تروریست گرفتار نکنید. اگر چونین حکومت ادامه دهد، شما لفظ خود را، اگر شما زبان خود را برا نکنید، انقلاب نکنید، قشر پیدا می شود که مثل طالبان و می آید شما را می کشد نیمه قسمتان و در آخر می آید سری وظیفه و چند سال دیگر از دموکرات دیگر سخنی نیست. خواهش میکنم مردم آماده باشید. تشکر به شما برادر عزیز. عبدال بفرمایید. عبدال برادر گپ میزنید؟ عبدال. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سخن شما شوکت
برادر عزیز بفرمایید. سلامت باشه که شوکت و دعا و سلام مرا به مهاجران به کارکنات و برسون. حتما. و دویمش که هم برادر گوش ما با اخوا اندازی میکنه دی اینتری میکنه و اترو میکنه گوش نه بگو هم برادر بگو که نمی خون من جوشیده است. من هر یک اومدگیم 6 سال 7 سال 4 سال 5 سال در نمی جمعیان میمونم. زن فرزند در اونجا میموند. او در پیش زن فرزندش که صفوش کدام میستد. ما تا کم مهاجر شم بگردم بیام در جا بگردم بیاورم کار کنم رای کنم و بخرم به چران کداگیش بکنم. ما غلام روسیه نیستم. ما با غلام درون خونه خودم باشم در تاجیکستان خودم باید باشم. در روسیه نباید نباشم، در امریکا نباشم، در فرانسه نباشم، در گرمنی نباشم. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. این سخن شما سخن خاتمه برنامه امروزه ما بود. تشکر به همه نفرانی که در برنامه ما شرکت کردند، سخنرانی کردند، به برنامه ما لایک موندند، به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شدند. تشکر به همه‌تان. برنامه‌های ما را پیگیری کنید و حالا اعلان من این است که عین حال برنامه منبر مهاجر در شبکه اصلاح تیوی شروع شد. خواهش میکنم به برنامه برادر عزیز گرامی محمد اقبال صدرالدین به منبر مهاجر بپیوندید که در آنجا گفتنی های خوبی هست و شنیدنی های باید شنیده شوند. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.